مجددا سلام عرض میکنم دوستان به جمع ما اضافه بشن. سلام مجدد. نیاز به هماهنگی بود. عذرخواهی میکنم الان خانم مهندس متصل میشن و درخواست بدن که من در صورت خیلی هم عالی. سلام مهندس، حال شما؟ مرسی، ممنونم. شما خوبین؟ قربان شما، متشکرم. ببخشید ما یه سری وصل شدیم، مشکلی بود که من نشاشون رو قطع بکنم. سری دوستان آمدن، ازشون خواستیم مجددا متصل بشیم. امیدوارم خوب باشید. مرسی، ما یه مقدار ممنونم. یک کوچولو زمان بخریم، یه تعداد دوستانی که رفتن دوباره برگردن، تعداد که به حدی برسه که بتونیم بحث رو شروع بکنیم. بله. خب چه خبر، شما خوبید؟ خوب، مرسی. شما خوبین؟ بسیار. منم خوبم، متشکرم. بحث معماری که میشه دیگه یه ذره آدم انرژی میگیره دیگه. حالا ان شاءالله که بحث گفتگو خوبی باشه که مطمئنم با حضور شما قطعا بحث گفتگو خوبی خواهیم داشت. و عرضم به حضور شما که به نتیجه خوبی برسد، یه گفتگوی خوبی خواهد بود. ان شاءالله در نهایتش هر کسی به اندازه‌ای که فکر میکنه وقت گذاشته ان شاءالله بتونه در واقع چیزی و مطلبی رو در صورت آموزش که نه، ولی برصد مفید بوده باشه برای که قطعا با شما همینجور خواهد. ما با توجه به، حالا تا دوستان اضافه بشن، با توجه به مشکلات اینترنت که تو ایران هستش، معمولا لایو در گذشته خب خیلی دوستان راحت‌تر کانکت می‌شدن، یه تعداد زیادی معمولا لایو رو می‌دیدن، ولی الان خیلی از دوستان از قبل به من پیغام میدن که حتما لایو رو سیو بکنید چون ما شرایط اینترنت رو نمیدونیم و حتما بتونیم بعداً ببینیم. و مهمتر از اون که ما این گفتگوها رو در کانال معماریکا که تقریبا 2 ماهی از من راه اندازیش کردم که بتونیم این گفتگوها رو در واقع ثبت بکنیم در یوتیوب و ماندگار بشه، که به هر حال این گفتگوها قطعا نکاتی توش هست که حالا هر کسی بعداً، هر کدوم از دوستان تمایل داشتن بتونن نسخه کامل رو در یوتیوب هم ملاحظه بکنن و بمونه دیگه به عنوان بر صورت یک سند گفتگویی که معمارانه که انجام شده. می‌خواستم بگم سند تاریخی، گفتم حالا شاید الان زود باشه ان شاءالله با گذشت زمان تبدیل به یک سند تاریخی میشه. من اگه موافق باشیم بحث یواش‌یواش شروع کنیم. یه سری دوستان هم به ما در صد اضافه خواهند شد. عرض شود به حضورتون که خیلی ممنونم. حالا من فعلا کامنت ها رو باز میذارم تا دوستان در واقع به جمع اضافه بشن. از یه جایی به بعد احتمالاً کامنت ها رو باید ببندم که بتونیم گفتگومون رو در واقع به خوبی انجام بدیم. اولا تشکر کنم بابت کادری که ایجاد کردیم، خیلی بهتر از کادر خود منم شد و امیدوارم که آره با همین کیفیت بتونیم رو ادامه بدیم. دوستمونم اینجاست. بله. پیشا بود. ایشون یکی دیگه است. این یکی دیگه است از اقوامشون هست. نسبتی من نفرم. خب برسات پس در لایو ما مهمان ویژه هم داریم. خب اولا که همین اول ماجرا یه مقدار یه قول و قراری با هم بذاریم. من خیلی اهل تعارف نیستم، شخصیت شما رو میدونم که خیلی اهل تعارف نیستیم. خیلی حالا سعی میکنیم در جریان گفتگو یه گفتگوی راحت و یک دقایق گپ دوستانه با هم دیگه داریم و ولی خب سعی میکنیم که قطعا نکات مهمی رو حداقل من در موردش صحبت کنم و شما مطمئنم که نکات بسیار مهمی رو میخواین صحبت بکنین، ولی یک گفتگوی خودمونی معمارانه است که خوشحال میشیم دوستانی هم که ما رو همراهی خواهند کرد در صورت لذت ببرن و سعی میکنیم به گونه‌ای صحبت بکنیم که اولا خودمون لذت ببریم و ثانی هم جوری صحبت نشه که به هر صورت دوستان هم بعدها به ما گله بکنن که آقا، ولی خب من شخصیت شما رو میشناسم، روایت های شما و نحوه گفتارتون رو به هر صورت دیدم و مطمئنم که گفتگوی شیرین خواهد از سمت شما. منم سعی میکنم که به هر صورت این گفتگو در اینی که دو طرفه است ولی بیشتر شنونده باشم و حالا امیدوارم که کلام شما رو در جاهای خیلی که نباید قطع نکنم. خب خدمت دوستان عزیزمون سلام عرض میکنم. از به هر حال ممنونم که ما رو همراهی میکنید در این در واقع عصر یا غروب جمعه زمستانی
و امیدوارم بابت وقتی که میذارید به هر صورت ما این بحث بتونه براتون مفید بوده باشه. ما یک سری گفتگوهایی رو با نام تجربه زیسته معماری در واقع آغاز کردیم که در گفتگو اول با آقای منصفیژن شافعی در واقع گفتگو کردیم. البته دو تا گفتگو با آقای شافعی داشتیم که یکیش کلا خارج از این موضوع بود و بیشتر در مورد بحث معماری دوران تحول بود. با خانم مهندس قائم مقامی از مدت‌ها پیش صحبت کرده بودیم، شاید 4-5 ماه پیش، و از شما قول گرفته بودم که بتونیم یک گپ و گفتی با هم دیگه داشته باشیم و به هر حال تنظیم کردن هر کدوم از این لایوها اجرا شاید ساده به نظر برسه، ولی به اصل این هماهنگی و پیدا کردن این تایم مشترک به هر صورت زمان بر است. خیلی ممنونم که دعوت ما رو پذیرفتین و در این گفتگو شرکت کردیم. تجربه زیست معماری بر اساس تجربیاتی خود من در معماری در واقع در تقریبا شاید از 27 سال پیش که وارد دانشکده معماری شدم و بعد شروع به کار کردم و اینها و مدام در حال تمرین و یادگیری معماری بودم، بر صورت به این نتیجه رسیدم که بر اساس گفته خیلی از دوستان اساتید و حالا کتاب‌ها و مجلاتی که در دوره دانشجویی می‌خوندیم، معماری اساساً نه یک علمه، نه لزوما به تنهایی یک هنره. من دارم نظرات خودم رو میگم، خواهم از خوشحال میشم که بر اساس شما راجع به این چیزایی که من میگم حتما گفتگو. نه اینکه به تنهایی در واقع صرفا تجربه است، بلکه مجموعه ای از در واقع تجربه های زیسته معمار، مجموعه در واقع تجربیات اجتماعی و فردی و آموزش هایی که در واقع میبینه و مجموعه تجربیات زیسته‌ای که در بعد از ورود به دانشکده و بعد از خروج از اون و حتی بدون ورود به دانشکده و ورود به حرفه معماری در واقع به دست میاره و اینها در نهایت از معمار یک شخصی رو میسازه که خلق میکنه، چیزی رو به وجود میاره، در صورت اثری رو به وجود میاره که حالا میتونه یک بنا باشه، میتونه یک مونومان باشه، میتونه یک مبلمان باشه، میتونه یک اکسسوری باشه و قاعدتا اون اثر علاوه بر اینکه بازتاب دهنده بسیاری از چیزهایی است که راجع بهش صحبت میکنیم، در وهله اول بازتابی از در واقع شخصیت و تجربه های زیسته یک معمار میتونه باشه. تجربه که در سالهای اخیر در واقع در حوزه نظری یا در آموزش های در دانشگاه در واقع خود ماها دونه دونه باهاش درگیر شدیم، چه در یادگیری چه در آموزش و تدریس. ما عمدتاً خب در حوزه معماری بیشتر روی بنا در واقع مطالعه میکنیم و از طریق بنا به در واقع معمار اون اثر میرسیم و بعضی وقتا هم در تاریخ معماری معاصر خب یه سری معمارای بنچمارکی وجود دارن که خب مثال میزنم، حالا شما هم میتونید تایید کنید یا تکذیب بکنید. مثلا یک کسی مثل پیتر آیزنمن، یک کسی مثل زاهدی، اینا اسم خودشون برند هست و این اسمها شناخته میشه و بعد آثارشون دیده میشه، ولی تعداد معماران این شکلی به هر صورت در دنیا در طول تاریخ خب خیلی کم بوده، در حالی که در کنار همه این معماران نامدار یک سری معماران نه چندان شناخته شده‌ای وجود داشتن که همواره در حال کار و تولید اثر و خلق اثر بودن و اتفاقاً بعضا هم در کاتگوریایی که دسته‌بندیایی که مثلا ما وقتی می‌خوایم از مثال معماری پس و ساختارگرا صحبت کنیم میایم مثلا در رأسش پیتر آیزنمن رو میذاریم، بعد زاها رو میذاریم، بعد مثلا برنارد چومی رو میذاریم و هر کسی دیگه‌ای که و یه سری آدم‌های دیگه‌ای هستن که این تجربه ها رو داشتن و آثاری به وجود آوردن، ولی حالا به هر صورت یا شناخته نشدن یا خودشون نخواستن یا کمکاری بوده که به هر صورت شناخته نشدن. ولی وقتی شما آثار اینها رو نگاه میکنی و بعد با خود معمار آشنا میشی، به مجموعه و به یک کامپلکس پیچیده ای از تجربیات، پرورش ها و تجربه های زیسته یا زندگی شده یک معمار میرسین که قطعاً تأثیر خیلی شگرفی روی افکارش و روی آرایش و روی در واقع پروژه هاش داشته. معمولا میگیم معمارهای خیلی نامدار و جریان ساز از دهه 4 زندگیشون به بعد در واقع معمارای جریان ساز میشن و معنیش هم نیست که معماری در سن 20 سالگی، حتی 22 سالگی، 18 سالگی، 30 سالگی ایده رو خلق نمیکنه. معمارهای زیادی رو داریم حتی در کشور خودمون که جوایز خوبی رو بردن
ولی حتی اونها مثلا در یک پروژه یا دو پروژه در واقع موندن و بعد که تجربه کارشون زیاد شده یا به سمت پیشرفت بیشتر رفتن یا ممکنه که در واقع درجا زده باشن. به هر حال ما در این سری گفتگوها تلاش میکنیم علاوه بر یه سری گفتگوهای عمومی و آشنایی با نقطه نظرات مهمانانمون در مورد آموزش و در مورد کار حرفه‌ای خودشون و حتی بعضا در مورد بعضی از پروژه هاشون، یه مقدار در مورد تجربه زیسته این معماران از هر چقدر قبلتر که خودشون فکر میکنن تاثیرگذار بوده، از دوران کودکی میتونه باشه، از نوجوانی میتونه باشه، و چیزهایی که دانشجوی معماری امروز یا معمار جوانی که امروز در عجبه که چرا من بعد از 6 سال درس خوندن و فوق لیسانس گرفتن یا چرا مثلا بعد از 4 تا کار انجام دادن یا اینها هنوز نمیتونم کار و ایده رو ایجاد بکنم که دیده بشم. حالا راجع به این موضوع دیده شدن هم می‌خوایم با هم دیگه صحبت کنیم. من می‌خوام در واقع تو این گفتگوها تو بخش‌های ابتداییش به اون جعبه سیاه معمار بپردازیم و راجع به تجربه زیسته معمار، اون چیزی که خودش امروز در مثلا دهه سوم یا چهارم یا پنجم زندگیش فکر میکنه که با خودش هم کرده آورده و اینها کمک کردن به اینکه امروز در جایگاهی باشه که الان هست. خانم مهندس ساناز قائم مقامی به این دلیل از نظر من آدم مهمیه در این گفتگویی که ما الان داریم و دوستانی که حالا میشنم و بعدا خواهم شنید. به هر حال اولین مواجهه من به صورت مستقیم با شما، به هر صورت من اسم شما رو شنیده بودم، یک دو تا پروژه به هر صورت در اینستاگرام یا فضای مجازی دیده بودم، شاید در مثلا یک دو تا نشست دورادور با شما رو میشناختم، ولی اولین مواجهه من با شما برای بازدید یک سایت پروژه‌ای من در شهرک صنعتی در کرج سیمیدش رفته بودم، دقیقاً روبروی سایتی که ما در واقع بازدید داشتیم برای یه پروژه‌ای مواجه شدم با یک اثر معماری. خب اولا که تو اون بافت که خب متفاوته، این بافت صنعتی که خب ما یاد گرفتیم سوله‌ای بسازیم و تو همون سوله قسمت دو دهنه جلوشو بکنیم دفتر اداری و اینها، خب اون که اصلا تو اونجا خود به خود در واقع با اون ساختار فکری که بود که خب مثلا یه چیز متمایزی بود، ولی به صورت کلی هم حائز یک سری ویژگی ها از نظر شکلی و از نظر موتیف ها و از نظر ساختار متریال های استفاده شده و نوع استفاده در ادامه من سعی می‌کنم به اساس دوستان این کار رو دیدم، ولی سعی می‌کنم موقعی که شما راجع به این پروژه خاصی اگه صحبت بکنین عکسی هم ازش توسط نشون بدید. و خب به عنوان کسی که رفتم یه پروژه رو بازدید بکنم برای عقد قرارداد یه سایتی رو، شاید در اساس نیم ساعت 40 دقیقه من کلا همراهان من رو گذاشته بودم و داشتم این پروژه رو از بیرون، خیلی امکان نداشتم داخلش برم، ولی خب پروژه برام خیلی متفاوت بود و جای تأمل داشت و بعد سرچ کردم و باز با شما بیشتر آشنا شدم و بعداً به اساس پیش آمد که در سمپوزیوم ترم رسانه باز با افکار شما بیشتر آشنا شدم و یک دو جلسه در فکر کنم یک جلسه در کانون معماران معاصر در مورد یکی از عزیزان که حالا اسمشون فراموش کردم در مورد ابرخشت ها در واقع بود، باز اونجا با هم گفتگویی کردیم. پارسالی دعوتی از شما داشتیم، پارسال بود بلکه متاسفانه نشد خدمت شما باشیم و ویژگی که در پروژه های شما برای شخص خود من به عنوان کسی که برصد تحقیق میکنه، مطالعه میکنه، یاد میخواد بگیره از معماری، ویژگی های به خصوصی در پروژه های شما هست که شاید بعضی از نظر محتوای شکلی در صورت مشابه با کارهایی باشه که در دنیا امروز انجام میشه، ولی در معنا، در نوع استفاده از متریال ها و در بحثات نگاه ها و مانیفستی که وجود داشت برای خود من خیلی جذاب بود، از جهت اینکه پلی میتونه باشه بین گذشته و آینده و امروز و اینا. از این جهت برای خود من خیلی جذابه که امروز با هم گفتگو بکنیم و خواستم این توضیح بدم که دوستان در واقع مقدار اهمیت گفتگو من با شما رو بیشتر باهاش آشنا بشن. در نتیجه فکر میکنم که پای صحبت معماری نشستیم که حالا خودشون توضیح خواهند داد که تجربیات معماریشون رو از کجا شروع کردن و با چه زمینی جلو رفتن که ما امروز با یک همچین آثاری مواجه هستیم که قابل بحث، قابل گفتگوه و به نظر من حائز اهمیت در جایگاه خودش. من خیلی صحبت کردم برای اینکه یه ذره زمان رو هم بخرم، دوستان اون مقدار ثابتی که باید با ما اضافه بشن بیان و حالا از شما خواهش می‌کنم بخش اول گفتگومون در مورد این تجربه زیسته از جایی که فکر می‌کنید باید شروع بکنید و بعد تو فاز دوم میریم رو بحث حالا
آموزش‌ها و تجربیات یادگیری و بعد هم پروژه. بفهم. مرسی. من اول دوست دارم سلام کنم به همه دوستانی که هستن و امیدوارم که حوصله‌شون سر نره. ممکنه که حالا بحث‌های خود تکراری باشه کمی و منم خیلی در واقع سخنور خوبی مثل آقای دکتر نیستم، ولی سعی میکنم که حالا کمی مسائل رو بتونم باز کنم. و تجربه زیسته معماری، آقای دکتر، من این شانس رو داشتم که از اول زندگیم با معماری زندگی کرده باشم، به طور خاص به خاطر اینکه پدر من معمار هستن و خب ما خیلی اختلاف سنی زیادی نداریم. برای همین پدر من که از دانشگاه بیرون اومدن، من به دنیا اومدم و تمام سالهای اولیه کارشون رو من بودم، بازی میکردم، میدیدم، شب بیداری ها، چسبوندن پوستی و کالک روی میز ناهارخوری تا صبح کار کردن، بردن پروژه، اومدن دوباره کار کردن و مواجه بودم با ماجرای معماری، اما نه به عنوان معنای معماری، بلکه به عنوان یک معمار که در زندگی شخصی خودش چطوری با این مقوله مواجهه. و اونجا بود که همونطور که بزرگتر می شدم بیشتر معنی اینو میفهمیدم که معماری یه شغل نیست بلکه سبک زندگیه. یعنی شما به عنوان یه حرفه که صبح میرین سر کار و وقتی که عصر برمیگردین ارتباطتون باش کاملا قطعه، به هیچ عنوان نمیتونین به این حرفه نگاه بکنین. لااقل تجربه خود من هم در این سالهای کاری همینه. یعنی در لحظه ای که انتخاب میکنید که معمار باشید، این معماری تمام ارکان زندگی شما تحت تاثیر قرار خواهد داد، چه بخواین چه نخواین. و هر چقدر بیشتر میگذره این موضوع در هر حال واضح تر میشه. اتفاقی که بر من میافتاد در بچگی این بود که خب این نقشه ها رو میدیدم. اول مثلا خب خیلی بچگی و حالا در مورد ساختمان خیلی نمیتونی نظر بدی. الان مثلا میدونستم که معمارا یه جور دیگه می نویسن، یعنی خطشون فرق داره. من عمومم معمار دانشگاه تهران هستم، پدرم دانشگاه ملی، و اینا هر دوشون یه مدل دیگه به غیر از بقیه آدم می نویسن. بعد وقتی نگاه میکنم مثلا میخواست یه خونه بشه یا مثلا یه نقاشی به عنوان مثلا یه بچه بکشه، یه جور دیگه اینو میکشه. و مثلا چون معلم نقاشی میگفت که خطت نباید از خط رد بشه، خطای اینا رد میشد ولی محصولش خیلی زنده و زیبا بود. این باعث اینا میدونم که چیزاییه که ممکنه خیلی به خودی خود خیلی سای کوچیک نکته‌های کوچیکی باشه، ولی بعدن که نگاه میکنم میبینم که مثلا سال اول دانشکده من خیلی چیزا رو میدونستم که میدیدم که حالا بچه‌ها چالش دارن. حتی اینو اینجا هم بگم، من دانش آموز خیلی خوبی بودم اما دانشجوی معماری خوبی نبودم. یعنی هرگز تو دانشگاه از اون دانشجوهای تاپ که نمره‌های خوب میگیرن، من اصلا، یعنی بعضا از اونایی بودم که از زیر کار در میرفتم، روز آخر کارا رو جمع میکردم، بی‌حوصله بودم. ولی خب دانشکده طولانی زمان ما که 8 سال طول میکشید ما رو وادار میکرد در اون محیط یک چیزایی یاد بگیریم که بیشتر از محیط بود تا از اون کورس هایی که میگذروندیم. اینطوری گذشت و خب به خاطر اینکه دانش آموز خیلی خوبی بودم، خانواده خیلی رشته های دیگه رو به هم پیشنهاد میکردن، اما خب من به خاطر علاقه زیادی که به این جادوی معماری داشتم، به این خطای بی‌معنی که روی کاغذ کشیده میشه و بعد تبدیل میشه به ساختمون، و این برای من یه چیز اسرارآمیز جادویی بود که دوست داشتم کشفش کنم و این کشف برای من به معنی معماری خوندن بود. رفتم معماری. این شانس من بود. یه شانس خیلی بزرگ بپرسم اینجا. این تجربه ادراکی شما از مواجهه با معماری به واسطه پدر بزرگوارتون که حالا اگه فرصت شد کم بیشتر در موردش صحبت کنیم، چون پدر شما هم خودشون هم تجربیات خیلی خوب با معمارای خیلی نامداری در اون دوره داشتن در دریچه. از چه سنی شروع شد و شما فکر کنم آتلیه میرفتین پیش پدر دیگه؟ این تجربه بله میگم اصلا، یعنی من اصلا خاطر ندارم که روی میز بزرگ کنار خونه ما کاغذ چسبیده نباشه. من فکر میکنم همیشه باید با کاغذ روی میز چسبیده شده، چون همیشه تو خونه و توی دفتر داشتن کار می‌کردن. کار تو دفتر معماری یه جوری برای شما از ابتدا به عنوان غریزه در واقع مطرح شد. اصلا انقدر میگم
این شانس بزرگ من بود. اینو موقعی فهمیدم تو دوران تحصیل خودم شاید خیلی متوجه نشدم، چون خب یکی دو تا از دوستای صمیمی من پدراشون معمارای بزرگ و نامداری بودن و ما اصلا مشکل، ولی موقع اینو متوجه شدم که تدریس میکردم و وقتی که بچه‌ها ترم اول میومدن دانشکده و انقدر نسبت به معماری کم میدونستن و انقدر نمیدونستن که وارد رشته شد که من واقعا اصلا تعجب میکنم. یه علت دیگه هم که داره اینه که معمولا بچه‌ها انتخاب نمیکنن، یعنی میگن میدونین چطوری میشه، کنکور میدن، رتبه میارن و میگن این رتبه میخوره به معماری. خیلی از بچه‌هایی که وارد معماری شدن قبل از اینکه بخوان معماری بخونن اونقدر، البته من سال اخیر رو نمیدونم چون من 10 سال تدریس نمیکنم، امیدوارم که اوضاع خیلی بهتر شده باشه که شده. فکر میکنم خیلی خوبه که این 10 سال تدریس نکنی، یه حافظه خوبی از دانشکده جدی اینو میگی. آره، چون من ولی تقریبا اون موقع فقط یادمه که خیلی از بچه‌ها کاملا چیز بودن، آشفته بودن، اصلا نمیدونستن. ترم اول و دوم واقعا خیلی هاشون بودن که میگفتن من اگه میدونستم اینطوریه نمیومدم، مثلا اینو دوست ندارم. میدونین این مشکل وجود داشت و میگم این شانس بزرگ من داشتم که این اتفاق برام نیفتاد، اما از این شانس تو دانشکده اصلا استفاده نکردم و میگم دانشجوی اصلا خوبی نبودم. با استادام بحث میکردم، کارامو دیر تحویل میدادم، خیلی خیلی یعنی خودم که نگاه میکنم، ولی دانشکده برای من خیلی چیزای دیگه داشت. دانشکده هنرهای زیبا خیلی فضای خوبیه برای تجربه کردن، دوستای خوب پیدا کردن، با هنرهای دیگه آشنا شدن، هنرها رو تجربه کردن. و اینطوری شد که من درسم تموم شد و توی دانشکده خب گفتم خیلی چیزای خوبی یاد گرفتم که عمدتاً خیلی درس نبود و بلافاصله بعد از دانشکده و همون در حین تحصیل دفتر یکی از استادام کار میکردم. وقتی که خیلی سال پایینی بودم دسن میکردم، تیغ میزدم، پاک میکردم، نقشه میکشیدم با دست و تو این کار خیلی ترتمیز نبودم. واقعیت اینه که من خیلی آدم پرسرعتی هستم و کارهایی که خیلی نیاز به حوصله و زمان داره توشون خیلی خوب نیستم. یکیش همین دسن کردن با راپیده. البته بالاخره یاد گرفتم و خب دسنهای خوبی میکردم، ولی برام خیلی زمان برد. ولی خب اونجا هم خیلی چیز یاد گرفتم. دوست دارم اسمشون رو ببرم، استاد ساعد سمیعی. بله. من دفتر ایشون کار میکردم و با آقای هوشور اونجا یه دفتر داشتن، آقای در حقیقت ثقفی هم اونجا کار میکردن. یعنی جمع خیلی خوبی بود برای اینکه من با جزئیات آشنا بشم، ساختمون رو برای ساختن یاد بگیرم، در حالی که تو دانشکده هنوز داشتیم ساختمون رو برای خیال کردن یاد میگرفتیم. من داشتم دیتیل مثلا چه میدونم سقف شیبدار تکمیل میکردم و وال سکشن میکشیدم که این خیلی خوب بود. این اونجا جایی بود که من خیلی چیز یاد گرفتم. و بعد دفتر پدر خودم که خب پدر من با احتیاط شروع کرده بود طراحی‌های کوچیکو به من سپردن و من یواش یواش شروع میکردم کارهای مثلا یه کمی تغییر بدم تو اون چیزی که همیشه هست، یه کمی جرأت بدم به خودم که یواش یواش فضا رو اونجوری که دلم میخواد بشناسم و بکشم. مهندس ببخشید چون داریم از بحث قسمت آموزش یه سوالی میخوام بکنم. شما تقریبا دوره وارد دانشکده هنر زیبای تهران شدین که تقریبا شاید 3-4 سال بعد از حالا انقلاب فرهنگی و اینا بود و خب هنوز خیلی دانشگاه آزاد خیلی رشته معماری رو فکر کنم فقط احتمالاً تهران شروع کرده بود و اینها و سالهای عجیب غریبی هم بود دیگه. یکم از جو دانشگاه هم میتونید بگید که حالا الان دریافتی دارید از جو دانشگاه اون موقع، یا تأثیری در واقع اون جو داشت توی جذب بیشتر شما به معماری، یا اینکه حتی ازش مثلا بخواید فاصله بگیرید؟ کلا در مورد دانشکده زیبای تهران، چون شما اونجا درس خوندین، میخوام اون جو اون در واقع دوره که شما توش بودین یه توضیح مختصری بدین تا بریم وارد بخش بعدی بشیم. ببینین جو اون موقع من سال 68 وارد دانشکده شدم، نمیخواستم این عدد رو بگم. تقصیر من شد.
من سال 68 وارد دانشکده شدم. اون سالها کلا حال و هوای جامعه جور دیگری بود. یعنی برای کسی که اون سالها رو تجربه کرده الان ملموس هست که چقدر ما فضای متفاوتی رو داریم تجربه ببخشید من می‌کنیم. این سوال کردم، شما رو بردم وارد این چالش کردم به دلیل که من خودم در واقع کار پژوهشیم تو دوره دکتری بیشتر در مورد جامعه شناسی معماری معاصر ایران بود و از شما که واسه تو اون دوره، هر کدوم از ما در یه دوره مثلا با فاصله‌ای که درس خوندیم، معمولا دانشگاه‌ها به شکل خیلی واضحی آینه در واقع اون بخش الیت یا طبقه متوسط جامعه در هر دوره‌ای میتونن باشن. از این جهت شما اتفاقا اصطلاح جامعه شناسی آوردین چون خواستم هدفمو بعداً بگم. از این جهت خواستم که شما توضیح بدین که اتفاقا شما رفتین اون نقطه. من ببخشید در خدمت. سال 68 دقیقاً سالی بود که هممون میدونیم که جنگ تموم شد و عده زیادی از دوستان ما که به هر حال توی جبهه بودن، جنگ بودن، اینها خب بالاخره به درستی با امکاناتی که در اختیارشون قرار گرفته بود اومده بودن دانشگاه و به هر حال مسلما اونها زمان و فراغت من و دوستانم رو نداشتن که بشینن درس بخونن و در اون حد به هر حال بتونن کار کنن. بنابراین این یک دست نبودن دانشجوها وجود داشت، اما خیلی زود این دوستان تونستن خودشونو، یعنی ما و اونها با هم دیگه مچ بشیم و به نظر من خیلی هاشون دانشجوهای بهتری از خود من بودن. این اتفاق افتاد، ولی خب میدونین جو دانشگاه هنوز جو بعد از جنگ بود و برای رشته مثل معماری که نیازمند، میدونین من اینو از حالا پدرم، از عموم، از سال بالایی خودم شنیدم که آدم بیشتر از سال بالاییاش چیز یاد میبینه. اونجا خب این اتفاق برای ما نمیافتاد. یه حالت خیلی ایزوله‌ای داشتیم، مخصوصا ما که سالی که ما رفتیم دانشگاه ما 60 نفر ورودی بودیم دانشگاه تهران، 54 نفر پسر بودن و ما 6 تا دختر بودیم. یعنی این نسبتی که الان برعکس شده اون موقع به این شکل بود و خب ما 6 نفر توی یه آتلیه بودیم جدا. این امکان هم ما 6 نفر بله و این امکان هم ما 6 نفر گرفته شده بود که حتی قبل از این که مثلا حالا پایان ترم کارا رو میزدیم برای جوجمان، حتی کار دوستامون رو ببینیم و مثلا خب حتی ما هم دیگر رو به اسم کوچیک صدا نمی کردیم، ما اصلا سلام یعنی میخوام بگم ما این ایزوله بودن تو دوره دانشگاه به ضرر نسل ما تموم شد. واقعا جوجمان هم به صورت مشترک برگزار نمیشد؟ یعنی چرا جوجمان مشترک برگزار میشد، اما بازم این ارتباط شکل نمی گرفت. میدونین داستان اینه که فضای دانشکده فضایی بود برای اینکه نمیخواستن، میدونین چون فضای جامعه اینطوری بود. یعنی من نمیگم که دانشکده به طور خاص، و من بعدا میدیدم که دانشکده های مثلا فنی یا ادبیات از ما خیلی سختگیرانه تر فضاش و تازه اونا به ما میگن شما چقدر فضای آزاد و خوبی دارید. اما واقعیت این بود که این باعث شد برای خود من و برای دوستانم که ما اونجور در جریان و کوران کارا قرار نگیریم، با اینکه اساتید بسیار خوبی داشتیم، اساتید ویژه‌ای داشتیم که خب خیلی هاشون مرحوم شدن، خیلی هاشون الان خیلی اما این اتفاق برامون افتاد. شاید همین حالت دانشکده باشه که کمتر بتونیم ازش استفاده کنیم اونجوری که باید، ولی با همه اینها دانشکده هنرهای زیبا دانشکده هنرهای زیباست و دیگه کنار هم بودن با بچه‌های نقاش، مجسمه ساز، میرفتیم کارگاه مجسمه سازی، عکاسی، موسیقی، پشت پیانو، نمیدونم تئاتر رو میدیدیم، تمریناشون رو نگاه میکردیم. خیلی 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 جذاب. یعنی همه اون چیزایی که لازمه در واقع رشد و تجربیاتیه که معماره از هنرهای دیگه. این ویژگی در دانشکده هنر زیبای تهران است که اینها در کنار هم دیگه رو آدم میتونه حداقل از نظر بصری تجربه کنه. دقیقاً. و همون سال دانشگاه آزاد فکر می‌کنم اولین سری دانشجوهای معماریشو گرفت که دوستان خیلی خوب من اونجا درس خوندن و بسیار معمارای درخشانی
همون سال به وجود اومدن و خب محیط اونا خیلی محیط بازتر و آزادتر و دوستانه تری بود، بنابراین احتمالاً میتونیم فکر کنیم که شاید همین حالتی که این دوستان تونستن کنار هم کار کنن به اینکه تونستن رشد کنن و زودتر به نتیجه برسن توی دنیای معماری به نظر من مؤثر بوده. بسیار خب. خیلی خوب بود تا اینجا، برسات خوب بود پیش اومدیم. حالا دیگه از اینجا به بعدش لطفاً در مورد بحث حالا اینکه این با این شرایطی که فرمودی، حالا شما یه زمینه قبلی از پدر گرامیتون داشتین، ولی برای من جالبه که اولین تجربه کاریتون بعد از اینکه وارد دانشکده شدین و اینها با دفتر پدرتون نبوده، با استاد خود منم بودن آقای سایسمی عزیز و ثقفی، با اینا شروع به کار کردین و بعد رفتین دفتر. حالا دوست دارم در مورد تجربه‌های در واقع زیستتون در این فضاهای حرفه‌ای و اینکه چجوری شروع شد، چه چیزایی کمک کرد به پیشرفت شما در کار و تکوین اون در واقع داستان و رسیدن به اعتماد به نفس پروژه در واقع کار کردن رو پروژه و اینکه شکست و پیروزیایی که به دست میاد، در واقع اون پل بین یادگیری و تجربه کاری رو میخوام که بله. اتفاقا من این مسئله رو که شما الان میفرمایید با خیلی از بچه‌هایی که حالا برای کارآموزی یا برای کار تو دفتر پیش من میان دارم و خیلی هاشون نمیدونن که چطوری حالا ما رفتیم دانشکده 5 تا طرح و نمیدونم یه تعدادی واحد رو پاس کردیم، یه سری دانش داریم، 4 تا نرم افزار بلدیم و یه مقداری هم مبانی نظری میدونیم، حالا که چی؟ خب یعنی اعتماد به نفس شروع گذاشتن قلم روی کاغذ و طراحی یک فضا وجود نداره و این تمرین نشده. این اتفاق برای ما هم میافتاد. بله. من واقعیتش دفتر پدر مشغول به کار بودم، در این حال تدریس رو شروع کردم. من خیلی تدریس رو دوست داشتم به خاطر اینکه خب دوست نداشتم ارتباطم با دانشگاه قطع بشه و حدود 10 سال توی زمینه تدریس در این حال که پیش پدرم کار میکردم فعال بودم و زمانی به ذهنم رسید که دفتر خودم رو داشته باشم که میدیدم که پدرم بالاخره بعد از سالها کار کردن سبک و روش و در حقیقت کارفرماهای خودش رو داره به طور خاص و فضاهای مسکونی طراحی میکنه. بیشتر کارفرما دوستانش هستن، بعضا با خودش شراکت میکنن، بعضا دارن کار خودشون رو پیش برن و این کاره برای من توی این 7-8 سال یه مقداری تکراری شد و من نمیتونستم اون کاری که دوست داشتم بکنم رو ادامه بدم و با خودشون مشورت کردم و ایشون قبول کردن. در این حال توی این مدت با یکی از دانشجوهای خوبم که هم به هر حال اون موقع دفتر پدرم هم کار میکردن با هم دیگه صحبت کردیم و تصمیم گرفتیم که یه استودیو معماری درست کنیم و این شروع کار مستقل معماری من بود و از این به بعد هر وقت که من واژه من رو به کار میبرم منظورم من و همکارانم و تمام دوستانی که توی این مدت کنار ما توی دفتر بودن و کار کردن هست. یعنی معتقدم که در معماری به هیچ وجه دیگه الان کار فردی نیست، معماری کار جمعی و یک کار که باید به صورت گروهی و با فکر جمعی پیش بره. بنابراین اگر میگم من منظورم ماست. بله ما استودیوی مدام رو با یه پروژه شروع کردیم، پروژه‌ای که یکی از دوستانمون بهمون پیشنهاد شده بود در پارک فناوری پردیس و چه پروژه‌ای بود اون پروژه‌ای که بسیار دوستش دارم. ما 2 تا آلترناتیو برای این پروژه طراحی کردیم که واقعا همین الان که نگاهشون میکنم هنوز دوستشون دارم، ولی خب به خاطر اینکه به هر حال شما میدونید پروژه مخصوصا وقتی که شما خیلی جوون هستین و اولین کارتونه اعتماد کردن کارفرما به شما یه خورده مشکل ایجاد میشه توی پروسه ساخت. پروژه یه مقداری با مشکل مواجه شد. این پروژه‌ای که چند تا سقف‌های شکسته بله آره. دیدینش فکر می‌کنم دارم دنبالش میگردم که اگه بشه یه عکسی ازش نشون بدم. متاسفانه اون پروژه تغییرات زیادی بهش دادن قبل از اینکه من عکاسی حرفه‌ای بکنم که بعد دیگه من عکاسی نکردم. بله. ولی دارم عکساشو روی اسکلت و زمانی که هنوز میشد به عنوان یه پروژه نشد که یه پروژه اداری بود و خیلی برای ما مهم بود
و ما تقریبا قراردادی نداشتیم، تقریبا میخوام بگم قراردادی نداشتیم، یعنی دوست داشتیم این کار رو انجام بدیم توی پارک فناوری پردیس که جایی بود که خب معمارای بزرگی داشتن کار میکردن و کارهای خوب آوانگاردی داشت اونجا انجام شد. در واقع یه جورایی اون زمان مثل یه نمایشگاه معماری مدرن شده بودیم فضا، و این برای ما خیلی مهم بود که داریم پروژمون رو اونجا میسازیم. این یه کار بتون اکسپوز بود که با دیوار و سقف طراحی شده بود، هیچ ستون و تیری نداشت، ترکیبی از دال و دیوار بود و همون صفرکاری پروژه بود. یعنی وقتی سازه تموم شد فقط پنجره و در اضافه شد و ساختمون تموم شد. خیلی کار ویژه‌ای بود و حالا با اون شروع کردیم و بعد مدام رو تأسیس کردیم. اولش با 4 نفر. خب من بس سوالی که پیش میاد اینه که یعنی شما اول پروژه رو گرفتین و در حین انجام پروژه یا بعد از اون دفتر رو دایر کردین؟ همون در حین دفتر رو دایر نکردیم بعد بشینیم منتظری که یکی بیا زنگ دفتر رو بزنه؟ نه با پروژه شروع کردیم. این از این جهت سوال میکنم چون خیلی از بچه‌ها میگن من امکانی دارم پدرم یه دفتری رو بگیره مثلا بتونم چیز بکنم، یک تا از بچه‌ها رو بگیرم بعد مثلا بشینم اونجا که حالا مثلا چجوری پروژه بگیرم. نه ما با پروژه شروع کردیم و اولین پروژه‌مون بود این پروژه که به طور در حقیقت مستقل داشتیم کار می‌کردیم. بعد از اون پروژه‌های یکی یکی شروع شدن، اما خب برای اینکه شما بتونید یه دفتر رو بچرخونید مسئله مستقل بودن یکی از بحثشان دونستن بحث‌های قراردادی، بحث‌های قانونیه، میدونین، و اینو ما یواش یواش در حین کار کردن یاد گرفتیم. در این حال چند بارم خب به هر حال درگیر مسائل مختلف مالی شدیم و شرکت خیلی به هر حال به سختی تونستیم اون 4-5 سال اول کار کنیم. اما یه چیزی که خیلی مهم بود برای ما باور داشتن به این بود که ما معمارای خوبی هستیم. بدون اینکه هیچکی ما رو بشناسه ما خودمون میگفتیم ما میتونیم کار کنیم، ما میتونیم کار خوب بکنیم. این باور از کجا میومد خانم مهندس؟ نمیدونم. واقعیت اینه که این توانایی رو تو خودمون میدیم، مخصوصا اینکه پروژه اول اون پروژه خیلی ویژه‌ای بود، میدونین، شاید از اونجا میومد. اگر اون پروژه نمیشد، چون که نشدنش به خاطر ناتوانی ما نبود بلکه به خاطر شما فکر کنم 14 سال قبل از اینکه دفتر خودتون رو اندازی کنین، حالا چیزی که من تو رزومه شما دارم از سال 74 تا 88 این 14 سال شما اصلا دوران تحصیلی بذاریم کنار، در دفتر پدر در پیش آقای دکتر صالح سمیه دوستان دیگه کار کردین. یعنی میخوام شما به خودشناسی و یک اعتماد به نفسی از خودتون رسیده بودین احتمالاً که نه. واقعیت اینه که این جالبه. زمانی که بله، واقعیت اینه که شما مادامی که برای کسی کار میکنید و مسئول تمام اتفاقاتی که در این پروژه میفته و مسئول پاسخگویی به کارفرما و مسئول پاسخگویی به پرسنل و مسئول همه چیز نباشید نمیتونید بگید که من یه دفتر رو میتونم. یعنی درگیر سایر دیسیپلین های کاری نشید، فقط صرفا خود دیسیپلین. بله، شما وقتی که برای کسی کار میکنید یه بخشی از کاری که توش تخصص دارین انجام میدین به خوبی و راحتی، بعدم از خداحافظی میکنید و میرید. برای کسی که دفتر معماری رو راه اندازی میکنه، قرارداد مینویسه، امضا میکنه و تعهد میکنه که این کار رو به موقع تحویل بده و به بهترین وجه تحویل بده، این بار مسئولیت هرگز قابل مقایسه با سالهایی نیست که. بنابراین این چند سال اول برای من مثل یک دانشجویی که تازه از دانشگاه در اومده پر از تجربه های ویژه بود، بد و خوب، و میگم پروژه های خوبی بهمون پیشنهاد شد که این باعث شد که ما بتونیم این دفتر رو ادامه بدیم، گرچه مثلا خب چالش های مالی و چالش های دیگر رو داشتیم. یعنی اراده شما برای تأسیس دفتر در واقع ایجاد یه بستری بوده که 4 سال یک زیستی رو تجربه کنید در فضای حرفه‌ای که یه باز آموزی و یک شاید آموزش اصلی شما و یادگیری آموزش و اون فضای یادگیری رو، یعنی این ریسکی که کردین برای خودتون فضای یادگیری جدیدی رو با یه هزینه احتمالاً که باید از جیب بدید. بله خودمون شرکا. بله، ما این هزینه رو انجام دادیم
گرچه خیلی هم نمیتونستیم خیلی هزینه زیادی بکنیم چون کاملا مستقل بودیم، ولی به هر حال پروژه ها شروع شدن. داستان یک جایی شروع کرد به عوض شدن، جایی که یکی از دوستای ما، حالا من اینو تو بخش پروژه ها میخواستم بگم، فکر کنم اینا رو به هم دیگه بدوزیم چون داره بحث گفتگوه، خیلی نمیخوام از اینجا بعدش رو تفکیک کنم. دقیقا من این روایت رو میخوام کامل کنم. یکی از دوستان ما و یه چیز دیگه، ما هیچ وقت تبلیغ نکردیم و کسانی که ما رو میشناختن و همون یک دونه کار 2 تا کار رو دیده بودن و ما رو به هر حال تو گفتگوها توی طرح‌های اجرا نشدهمون، چون ما طرح‌های اجرا نشده زیادی داشتیم، یعنی موقعی که کاری نداشتیم میشستیم طراحی میکردیم و دیده بودن خیلی به ما اعتماد میکردن. ما یک پروژه بهمون در واقع رجوع شد که یک کافه خیلی کوچیک بود در خیابون نفت تو میرداماد که مال یک از دوستان ما بود و موضوع این کافه خیلی جالب بود. این کافه رو، این پروژه سال 88 به ما ارجاع شد و هممون میدونیم سال 88 چه سالی بود و با توجه به وقایع اون سال و با توجه به تغییر خیلی عجیبی که جامعه داشت میکرد و همه چیز داشت به سمت و سوی میرفت، یه پروژه به اسم کافه، یعنی کافه به عنوان به مثابه پاتوق، چیزی که از به هر حال سالهای سال بود یا وجود نداشت یا اگه وجود داشت توی ته پاساژها توی فضای تاریک با در بسته، شما آخرین و تاریک‌ترین میز رو انتخاب میکردی که دیده نشی و همیشه به عنوان یه جایی که مثلا ببینید هیچ وقت اینجور فضای جمعی و پاتوق نبود. شروع کردیم به کار کردن و کاری که کردیم با توجه به تحولاتی که داشت روی میداد و با شناختی که نسل نوجوان اون دوره داشتیم، کافه رو باز کردیم به خیابون. این کاری بود که خیلی اون موقع عجیب بود. کافه هیچ مرزی نداشت. رهگذر که از پیاده رو عبور میکرد یهو میدید که یه جایی این پیاده رو عریض شده و این کافه است. و برای جداره ها رو به صورت پورتابل بود یا اینکه اصلا حالا براتون توضیح میدم. رهگذر توی حالت عادی میدید که اینجا عریض شده و برای اینکه این حس رو تقویت کنیم روی دیوارایی که بتون کرده بودیم، از یکی این دوستانی که من یه جایی دیده بودم و میشناختمش، یه نمایشگاه خیلی خصوصی برگزار کرده بود، از این دوستان کار گرافیتی میکنن. اون زمانا فقط توی مسیلا یا روی دیوارای بالای اتوبانا گرافیتی بهش میگن فکر میکنم. گرافیتی، بله، گرافیتی کار میکردن. اون موقع میکردن این کارو ولی خیلی در واقع مخفیانه و همیشه هم پلیس دنبال اینا بود میکرد. ما یکی از اینا رو گرفتیم آوردیم تو کافه، این کرکر کشیم گفتیم بکش و فقط ازش خواستیم که روایت یه شهر رو برای ما بکشه، شهری که همین تهران خودمونه ولی رنگ داره، صدا داره، میدونین به سبک گرافیتی در واقع. بله، از رنگای خاص، چیزی که دوست داریم تهران خاکستریمون باشه، چیزی که دلمون میخواست اتفاق بیفته، تهرانی که باید باشه. و این گرافیتی روی دیوار بزرگ این کافه شکل گرفت و یه خط عابر پیاده از وسط زمین با یه خطای دید میرفت و خیابون اون گرافیتی رد میشد و شما رو هدایت میکرد به اون شهر خیالی تهران خوش‌آباد. این ایده برای خودمون خیلی دوست داشتنی و جذاب بود، برای اینکه خیلی روش کار کردیم. ما پرسشنامه طراحی کردیم با دوستان و پرسشنامه پخش کردیم، هم آنلاین هم شخصی، و از آدما خواستیم که به ما بگن دوست دارن وقتی که میخوان مثلا 1 رو 20 دقیقه یه جایی بشینن قهوه بخورن دوست دارن چه حسی رو تجربه کنن. و بعد که فضای کافه طراحی شد و راه افتاد و ران شدم، بعد از 1 سال دوباره اون پرسشنامه رو تکرار کردیم و کاربر خواستی به ما بگن که آیا ما موفق شدیم که اون حسی که دوست داشتین رو به شما بدیم. ببین نتیجه کار خیلی، با اینکه پروژه خیلی پروژه کوچیکیه از نظر ابعاد، کلا 30 متره، پروژه خیلی پروژه مهمی از نظر شهری، از نظر فانکشن نبود، اما برای ما به عنوان مدام این پروژه مهمی بود. ما اومدیم تجربه کردیم چیزهایی که دوست داشتیم
و فکر میکردیم درسته و مطالعه کرده بودیم در مورد فضای عمومی، در مورد جمع شدن آدما، در مورد پاتوق و اینا رو جمع کردیم در این فضای سیمتری و دلمون میخواست که این فضا جواب بده و داد. خب بله، از نظر کاربری این فضا نیاز داشت که یه جورایی بسته بشه. خب یه کرکره داشت که شبا بسته میشد، قفل میشد. یا از نظر آب و هوا یه موقعی واقعا فضای جوریه که باید ما میتونستیم ببندیم. یه سری از این درهای پرده‌ای که میتونن بچرخن تو جای خودشون و جابجا بشن رو طراحی کردیم و برای اینا 2 تا ریل دیدیم، یکی در میانه کافه و یکی لبه کافه. یه موقعی میتونستن اینا برن تو اون فضای میانه، یه تراس درست کنن برای بچه‌ای که دوست دارن بیرون بشینن و یه فضای داخل برای کسایی که دوست دارن تو بشینن. یه موقع‌هایی که مثلا هوا خیلی بد بود، اینا می اومدن رو لبه کافه قرار می‌گرفتن، همش میشد این دور و بیشتر مواقع همه این پرده‌ها کنار بودن و این فضا مال یعنی معماری داینامیکی ایجاد کردین اونجا که معماری داینامیک ایجاد کردیم. خب اینا همش برای حالا خیلی از دوستانی که الان همراه هم هستن یا بعداً می‌بینن، الان در سال 1403 با خیلی عادیه حجم از کافه و رستوران هایی که این مفاهیم توش خیلی دیگه تعریف شده است، شاید الان خیلی، ولی داریم راجع به سالایی صحبت میکنیم که اگرم کافی شاپی بود حتی 4 تا صندلی و یه رنگ قرمز و زرد بود و این تجربه‌ای که در واقع شما انجام دادیم و بعد خودش احتمالاً میتونسته یه الگویی باشه برای تجربه دوستان دیگه. نه، بعد از اون پروژه ما همین دوست گرافیتی کارمون انقدر سفارش گرفت که دیگه وقت نداشت کار خودمونم بکنم. اما واقعیت اینه که بله، من برای خودمون این پروژه خیلی مهم بود در اون زمان. ببینید، موضوع معماری انسانه و اگر شما باور دارید که انسان تغییر میکنه، نسل‌ها تغییر میکنن، باید بپذیریم که معماری همیشه یک فرم نمیمونه. یعنی اگر من الان بگم کار 10 سال پیشم رو به اندازه همون موقع دوست دارم، شاید واقعا فقط به خاطر زحمتیه که برشه. وگرنه اگر ذهن من نتونه با تغییرات زمانم پیش بره، من نمیتونم جلو برم به عنوان معمار. چون موضوع طراحی، موضوع معماری انسانه و این انسانه خیلی عوض شده. انسان 20 ساله امروز، انسان 20 ساله 20 سال پیش و انسان 20 ساله 40 سال پیش از نظر مختصر شخصیتی، فرهنگی، باورهاشون، رفتارشون، لایف استایلشون کاملا با هم متفاوتن و معماریه که عوض میشه. بنابراین این پروژه مال 15 سال پیش. بسیار عالی. برام جالبه که شما فکر میکنم الان هم همین مسئله رو دارین، خیلی تجربه گرا و شهودی و بخش مطالعات تو پروژه شما فکر کنم هنوز هم جایگاه مهمی داره. درسته؟ بله. مطالعات این که بحث راجع به انسان که فرمودین، بحث همون الگوهای رفتاری و در واقع رفتارشناسی انسانه. یه بحث رفتار ارگونومیکه که حالا چه می‌دونم ابعاد و اندازه و نویفرت و ارگونومی ایناست، ولی یه بخش دیگهش الگوهای رفتاریه که دوره به دوره عوض میشه بر اساس خواست و محتوا و این خیلی مهمه. ارگونومی کمترین تغییر رو کرده، فکر کنم هر میلیون سال یه ذره تغییر. در حال این کتاب نویفرت و همه ماها از مثلا اساتید ما دستشون بود، همین الان هم دستمون هست. بله. بعد کتابای ارگونومی هم هست. ولی چیزی که وجود داره، من خودم به همین دلیل به بحث جامعه شناسی معماری علاقه‌مندم، چون بحث جامعه شناسی مطالعه علوم رفتاریه. یعنی اینکه جامعه، فردم در واقع یک ترکیبی از جامعه است یا جامعه رو اون افرادی که یک الگوی رفتاری رو تبعیت میکنن ازش میسازم. خب یه جمله جالبی هم شنیدم که مرتبطه با این، دوست دارم اینو با این تموم کنم. شنیدم که ما ساختمونا رو میسازیم، به ساختمونا شکل میدیم و ساختمونها به ما. و این جمله از یه سیاستمدار نه معمار، چرچیل. بله چرچیل. خیلی جالب بود برای من. بله. و این چیزیه که اتفاقیه که واقعا میفته. یه ارتباط رفت و برگشتی بین انسان و فضایی که توی زندگی میکنه، کار میکنه هست و این ارتباط کاملا وجود داره و اگر معمار به این ارتباط آگاه باشه و آگاهانه طراحی کنه، میتونه فضایی که اون حسی که میخواد به اون انسان منتقل کنه بتونه توش در واقع طراحی کنه. یه سوالی میخوام اینجا بپرسم که در مورد همین بحث تجربه زیست خودتونه که بعد حالا
خواستیم وارد بحث، اگه موضوعی دارین بگین تا بعد نه همینجا میخواستم الان وارد آره میخوام بحث این بخشم اینجا چون وارد یه اشاراتی بهش کردین، خودتون شخصا به عنوان یک شهروند، به عنوان یک انسانی که حالا داره توی کره خاکی در یک جغرافی مشخص زندگی میکنه، حوزه هایی که بهش علاقه‌مندین چیاست؟ یعنی خب ما معمارا عمدتاً مثلا به هنر علاقه‌مندیم، به نقاشی علاقه‌مندیم، جامعه شناسی، سیاست، هنر، نمیدونم مردم شناسی، کتاب خوندن، چنو کتاب، اینا جایگاهاشون در زندگی خود شما چیه؟ شخصی من ببینید، من چون ما کارمون رو در دفتر از همون بعد به پیدایشش به شکل کار گروهی و تقسیم بندی در واقع کارها بر اساس توانایی آدم‌ها تقسیم کردیم. ما شانس اینو داشتیم که خب اولا که آقای زاری و همچون در واقع همکارای دیگه هم در ابتدای کار بسیار آدمای با مطالعه‌ای بودن و بعد شانس اینو داشتیم که از زمانی که دانشگاه تهران شروع کرد به در حقیقت رشته مطالعات معماری رو تأسیس کرد، با بچه‌های خیلی خوب مطالعات معماری تو دفتر همکاری می‌کردیم و همیشه به عنوان یکی از پرسنل ثابت دفتر ما یکی از بچه‌هایی که تئوری معماری میخونه در دفتر حضور داره. این کار باعث شد که ارتباط ما با دنیای تئوری قطع نشه. یعنی حتی اگر من فرصت ندارم که تمام کتاب‌هایی که لازمه امروز بخونم، ولی این بچه‌ها توی در واقع تحقیقات اول ابتدای پروژه تو فاز 0 به ما کمک میکنن. من میشینم، اونا میشینن، بحث میکنیم، نکات جالب رو میارن با هم دیگه. در واقع این پژوهش مفیدیه. به خاطر اینکه من از تخصص‌ها استفاده میکنم، میدونین فکر میکنم که امروز اون معمار عالم دهر دیگه وجود نداره، به خاطر اینکه انقدر حجم دانش معماری گسترده است، انقدر حوزه ها تخصصی و جدا جدا هستن که اگر معماری تئوریسین معماریه که دستشون درد نکنه برای اینکه خوراک مبانی نظری کاری ما رو تهیه میکنن و حاضر و آماده تحویل ما میدن برای ما پرکتیس آرشیتکت ها که دائما در حال طراحی هستیم که دور نمونیم، این کار نمی کردن. ما لازم بود که از همون معمارای عالم دهر باشیم و این هیچ وقت اتفاق نمیفته. شاید در گذشته محتمل تر بود ولی امروزه هرگز امکان نداره اتفاق بیفته، برای اینکه معماری به دیسیپلین‌های بسیار مختلفی و بسیار جدا از همین تاسیس شده. من بحث انرژی رو من خیلی دوست دارم واردش بشم، اما بله من در حد کلاس‌های دکتر حریری تو دانشکده هنرهای زیبا که بسیار کلاس‌های مفید و پرباری برای من بودن، دوست داشتم اسمشون رو الان ببرم، میدونم تنظیم شرایط محیطی رو، ولی معماری انرژی چیز دیگه است. تکنولوژی در ثانیه داره تغییر میکنه و معماری مقوله آینده است. معماری مقوله دیروز نیست. معماری که من امروز بهش فکر میکنم برای انسان‌های آینده است و اگر من امروز روی کاتینگ اج تکنولوژی نباشم باختم. بنابراین از دوستانی استفاده میکنم. یعنی میخوام بهتون بگم علاقه شخصی من به خود معماریه، به عنوان پرکتیس معماری، به خط بکشیدن، طراحی کردن، مسئله حل کردن و ارتباط دادن اون برنامه یا فانکشن به اون زیبایی یا حس و ترکیب اینا و ایجاد اون فضای. خب این کاریه که من دوست دارم بکنم و خیلی میکنم، ولی این کار نمیتونم تنهایی بکنم. این کار رو تمام دوستان خلاق و باسواد و تحصیل کرده و دانشمند من در کنارم دارن به هم کمک میکنن و اونا خودشون این کار رو انجام میدن و پیش میبرن. برای همین آره علاقه شخصی من به همین برداشتن این قلم و شروع کردن کشیدن و طراحی کردنه. به موسیقی خیلی علاقه دارم، به سینما تخصصی علاقه دارم، به همه این چیزا. خب این علاقه کاری که ها قطعا ازش تاثیر میپذیریم دیگه. بله یعنی موسیقی در کار شما، در حتی آثار معماری شما تاثیر داره دیگه. بله داشته همیشه.
و میخوام بهتون بگم که این داستانه، من خیلی تاکید میکنم روی این جمعی کار کردن، دلیل دارم برای اینکه بچه‌ها جوان‌ترایی که الان دارن این لایو رو میبینن، برای منی که معمار 30 سال پیش هستم، بدونن که حتی ما که در اون نسلی پرورش پیدا کردیم که معمار در حقیقت همه چیز دانی میکرد، الان به این باور رسیدم که ما بدون همکارانمون و بدون جمع کردن کسانی که بتونن هر دیسیپلینی رو به غایت درست بهش برسن نمیتونیم. من میخوام راجع به پروژه سینا جان حرف بزنم اگه وقت هست که شما بهش اشاره کردید و اینو شروع کردم برای اینکه میخواستم بگم که این پروژه حاصل در واقع همکاری تعداد زیادی از دوستان من در این هیته و چطوری این به وجود اومده. در واقع دیزاین پروسس این پروژه رو دوست دارم یه ذره خلاصه توضیح بدم. فکر میکنم اگه بچهای دانشجویی یا معمارای جوونی دارن به این موضوع گوش میدن شاید این موضوع براشون جالب باشه. خب پروژه سینا جان پروژه بزرگیه. سینا جان شرکت بزرگیه، شرکت بایوفارماسوتیکاله، نه نظر ابعاد بلکه از نظر در حقیقت موضوع. این پروژه در واقع کارخانه و فضای اداری یک شرکت بایوفارماسوتیکاله که داروهای بسیار مهمی رو داره تولید میکنه و توی لبه های تک دارو ایستاده. و وقتی که من با این دوستان صحبت میکردم اول پروژه، دلیل این که ما رو انتخاب کردن خیلی جالب بود. خانم دکتر حامدفر که مدیر عاملشون هستم، من باشون جلسه داشتم، ایشون از باغ موزه گیاهان دارویی بازدید کرده بودن. پروژه باغ موزه قبل از اینه؟ بله، پروژه باغ موزه کردم پروژه باغ موزه بعد از نه، پروژه باغ موزه سال 94. بله. این پروژه 96 2 سال بعد. بله. ایشون بازدید کردن و با دید خوبی که داشتن دوست داشتن که این فضا رو معمار اون فضا برشون کار کنه. یعنی به همین سادگی در واقع یک پروژه دیگه باعث شد که این پروژه من خیلی عذرخواهی میکنم. من سعی میکنم که با تمام محدودیتایی که ارائه تو فضای لایو اینستاگرام داره، برای اینکه دوستان یه از این مباحث داشته باشن، شما صحبتاتون ادامه بدید. من لابلای این صحبت سعی میکنم که یک دیدی بدم دیگه. این پروژه باغ موزه است. بله، این پروژه باغ موزه گیاهان دارویی که جالب. من فکر میکردم این پروژه خوب گوش ندادم به شما دیگه تو این جلسه. این پروژه قبل از در واقع این قبل از سینا جان. بله. خب این پروژه سال نه. بله، این عکس جدید ترشه. خب ببینید داستان طراحی پروژه سینا جان یه برنامه فانکشنال بسیار پیچیده داشت. یک برنامه فانکشنال بسیار پیچیده دارویی صنعتی که خودش حل کردن این برنامه در این فضا بسیار کار پیچیده‌ای بود. در این حال از ما خواسته بودن 2 چیزو کارفرما به ما گفت که ببین ما داریم این کارا رو انجام میدیم و من دیدم که دارن کار بسیار های تکی انجام میدن و این کارو دارن در ایران انجام میدن و دارن داروهایی درست میکنن که بیمارا توی ایران بهش احتیاج دارن و بعد با قیمت‌های خیلی گزاف و دسترسی نداشتن ها و اینا از کشورهای دیگه تهیه میکنن. این برای ما یه چیزی تو ذهنمون روشن کرد که این پروژه باید فضاش نشون دهنده اهمیت کاری که انجام میدن باشه. برای همین ما شروع کردیم به کار کردن. توی پروسه‌ای که داشتیم پژوهش اولیه کار رو انجام میدادیم به یه مقاله برخورد کردیم. اونجا گفته بود که درصد بسیار زیادی از دفاتر فکر کنم سازمان ملل در جهان اومده بودن ریدکوریت کرده بودن، به هم ریخته بودن، کلا همه چیزو عوض کردن. چرا؟ برای اینکه مثلا بازدهی کارمندانشون خیلی پایین اومده بود یا اینکه مثلا کارمندا اگه سردرد عجیبی در حال شکایت داشتن و این مرتبط با فضا بود. رفتیم پژوهش کردیم و دیدیم برای کسانی که کار فکری میکنن و در ساعت‌های طولانی کار میکنن، ارتباط مستقیم با فضای سبز، ارتباط مستقیم به معنای لمس کردن، نه که پنجره ببینین پارک اون پایین رو، بله. ارتباط مستقیم با فضا میتونه این استرس کاری رو کاهش بده و علائم این سندروم فضای اداری رو توشون از بین ببره و این پژوهش خیلی به ما کمک کرد.
کاری که ما انجام دادیم، چون این بخش جلویی کار در حقیقت جاییه که بچهای در حقیقت اداری، بخش‌های غیر صنعتی توش کار میکنن اینجا. بله ما اومدیم برای هر فضای کار فکر کردیم که حتما یک دونه حیات 4.5 در 4.5 متر طراحی کنیم. اگه همون عکس قبلی رو بیارید اون کاملا گویای این موضوع هست. عکس نبود خانم مهندس، من اینم پیشیتونم اینجا هستش. من یه دونه ویدیو دیدم توی چیز، احساس کردم ویدیو خیلی جامعه دارم. خیلی خوبه. آره خوب خوابیده پس احتمالاً. آره ببخشید من دوباره بیا شما توضیحاتتون رو بدید. من دوباره ببینید آره این باعث شد که یک در حقیقت جرقه‌ای تو ذهن ما بزنه توی دفتر و هممون با هم شروع کنیم به کار کردن به اینکه یک ماژول 4.5 در 4.5 رو طراحی کنیم و یه باکس درست کنیم و شروع کنیم اونجایی که این فضاها شکل میگیره اینو خالی کردن و به اینا حیات دادن و یک کاسه فضای سبز توی دل این فضای اداری ما این فضا رو طراحی کردیم. کی من خیلی خوشحال شدم یه روزی که بعد از 1-2 سال برای یک کار کوچولویی رفته بودم دفتر طبقه 4 و از اون بالا نگاه کردم، دیدم توی یکی از اینا یکی داره با موبایل حرف میزنه، توی یکی داره سیگار میکشه، توی یکیش 2 تا نشستن دارن با هم حرف میزنن و اونجا خیلی خوشحال شدم برای اینکه خیلی توی عکس معلوم هست یا نه احتمالاً این قسمت نه اون یکی عکس اگر بیارین که روبروه نه این که پروژه دیگه است. بریم یکی دیگه بریم یکی دیگه اون که روبرو هست. خب بذارید باید من فکر کنم که باید برم توی چیز عرضم به حضور شما که نه حالا بچه‌ها بعداً میرن میبینن. آره نه الان شما داری صحبت میکنی من میارمش. آره و اینکه چند تا در واقع ادوانتیج سازری هم به این پروژه ما اضافه کردیم که حالا در مورد بارگذاری‌ها بود. بارگذاری صنعتی و بارگذاری اداری خیلی با هم تفاوت دارن. ما 2 تا ساختمون رو هم جدا کردیم، با سری پل به هم وصل کردیم، خیلی پروژه یهو سبک‌تر شد و تونست در حقیقت پروژه براشون افوردبل بشه که هزینه این حیاط‌ها رو در واقع پوشش بده. خیلی با دلمون نمی‌خواست که در حقیقت فشار خیلی ببینید ما و موضوع متریال هم مهمه. متریال خب برای کاری که ما می‌خواستیم بکنیم آجر خیلی گزینه خوبی بود و این آجر در داخل و در نمای پروژه همه جا حضور داره. بس من اینو دقیقاً همینجاست. بله این حیاطایی که خالی کردیم همینجا می‌بینید در میانه این ساختمون و تمام فضاهای اداری هر کدوم برای خودشون یه دونه حیاط خصوصی دارن. بکنید بعد از اینکه توضیحاتون راجع به پروژه تموم شد در مورد تجربه اینکه چجوری کارفرما رو توجیه میکنید راجع به اینکه این فضاها رو میتونه از دست بده یا کارفرما شما از قبل روشن بود یا چالش‌های زیادی در جلسات داشتید که بتونید اینها رو اینجا هم تقریبا مشخصه اینا. بله اینجا کاملا مشخصه. اینجا یک کم هم فکر میکنم زمان گذشته. درخت‌ها الان اگر برین اونجا نگاه کنین این حیاط‌ها پر درخت‌های خیلی سرسبز. الان زمستونه، بهار اگه بریم. بله حالا این نه این اون کلاه ارتباطیه و حالا این اینستالیشن داخل لابی بود که AI اونجا با این عینک‌ها قرار بود برن و بازدید مجازی از VR VR بود و قرار بود که بازدید مجازی از پروسه تولید داشته باشن آدما بدون اینکه وارد. به این شکل ما این کار رو پیش بردیم و خوشبختانه کار بسیار جذاب با کمک، یعنی همینجا جا داره من از کارفرمای بسیار فهیم این پروژه تشکر کنم به خاطر اینکه خب مشخصا از روی رندرها و حتی ما اون موقع هم براشون از این عینک‌ها بردیم از روی حجم و توی فضاشون چرخیدن، همه رو به خوبی دیدن اما بازم اعتماد کردن و امیدوارم تونسته باشیم جواب اعتمادشون رو بدیم. پروژه خوبیه. البته میدونین دیگه الان یه مقدار ازش گذشته و به طور طبیعی آدما تغییر میکنن و ما خودمون تو دفتر که صحبت میکنیم مثلا با آقای ظاهری خیلی وقتا میگیم که این پروژه میتونست یه چیزایش عوض بشه، همین الان بهش فکر میکنیم. اما چیزی که وجود داره، موضوع مهمی که وجود داره اینه که الان دیگه آیا دکتر ما فکر میکنیم، من فکر میکنم که سبک‌ها دیگه کار نمیکنن. میدونین دوره سبک بازی و در واقع این چیزها فکر میکنم سپری شده. الان ما یه زمینی داریم و بسیار
تهدیدهای زیست محیطی عجیبی داره، فوتپرینت کربن بسیار بالاست از صنعت ساختمان و متریال زیادی مصرف میشه، خراب میشه، مصرف میشه. و موضوعی که من دارم میبینم توی دنیا داره کار میشه روش و داره بهش فکر میشه، دیگه ایجاد فرم‌های عجیب از طریق نیست. الان به فکر این هستن که چطوری ساختمان‌های پایدارتری که زمان بیشتری بشه ازش استفاده کرد، متریال کمتری توش مصرف بشه، بازیافت بتونه بشه و مسائلی از این دست. و این موضوعات الان به خاطر اینکه اگه ما بخوایم رو به جلو باشیم و به آینده فکر کنیم، موضوع آینده این هاست، میدونین؟ و هنوز هم میبینیم که مثلا بعضی از دوستان توی فضای اینفیل، تو فضای در واقع پرکننده شهری، توی فکر ایجاد مسترپیس معماری هستن، در حالی که این اتفاقه جاش اونجا نیست. میدونین یه موقع پروژه لندمارکه و این فرم خیلی اهمیت پیدا میکنه، میدونین این اتفاقیه که داره میفته، ولی فکر میکنم رو به جلو بودن و به آینده یه مقدار یهو رفتیم توی بحثای خیلی مهم بعدی. آره از پروژه خودتون میخوام این ارتباطه رو، احتمالاً قاعدتا نظرتون بوده که این ارتباطی که نوع تفکری شماست که در پروژهاتون در واقع ساری و جاری میشه و اینکه مثلا الان من توی این پروژه ارزم به حضور شما که سیناژن هم کار فرمالیستی میبینم، هم به نوعی معماری سبز میبینم، اون تفکر اون حیاط‌های 4x4 اینا که مدولایی که فرمودی، ماژولایی که هست. تو خود نما کار ماژولار میبینم. اولین چیزی که منو جلب کرد، حالا چون اولین فاسادی که من از این چون حضوری دیدم، اتفاقا با آقای شافعی که صحبت میکردیم، بحث همین بود که صحبت هایلایت هم شد که آقا تا بنا رو ندیدی چجوری میخوای درکش بکنی، چون احساسش از اون 4 تا عکس نمیشه. و برای تجربه خود من، یعنی برای من شاید، برای شما شاید جالب باشه، من به عنوان یک بیننده ناظری که اولین بار با این پروژه مواجه شدم، خب سایت روبرو ایستاده بودم و بعد یه فاسادی رو دیدم که یه سری مدول روشه و این مدولا با آجر بافتای، چون خودم هم کار آجر خیلی دوست دارم، کار آجر بافتم. مثلا فکر شاید 2-3 سال قبل از این یه پروژه رو کار کرده بودم توی شهرک زیبادش، یک بنای اداری بود برای یک انجمن خیریه و اونجا هم ما سعی کردیم که البته خیلی در مقیاس خیلی کوچیک‌تر از این پروژه ها، از این جهت این بافت آجرای شما برای من معنا داشت، چون ما خیلی با همکارا وقت گذاشته بودیم که توی نقشه این آجرها چجوری اینها رو بتونیم ببافیم و چجوری اینا رو بتونیم به آجرکار تفهیم کنیم. به خاطر اولین چیزی که منو جذب کرد این مدول نماها بود و پیش خودم داشتم فکر کردم که شما چند بار این الگوهای مختلف رو چیدین در کد، بعد آجر آوردین احتمالاً تو دفتر چیدین یا سر پروژه آوردین چیدین و اینها نقشه شده و بعد سر پروژه و بعد اینو توجیه کردن به آجرکار. اولین چیز این بود و بعد یواش توجیه کردن. اول اسکلت داره این پروژه برای اینکه چون این فاسادایی که شما در واقع کار کردین فاساد خشکه، درسته؟ یعنی معنا خشکش به معنا نداریم که بله توضیح میدم. حالا دیتیلش خیلی دیتیله. ببینین ما اون موقع هنوز متاسفانه ما همیشه یک کمی زودتریم از اون موقع که دوستان به هر حال تامین کننده مصالح به فکر این بیفتن که مصالح مورد نیاز برای این چیزا رو تامین کنن. برای خودمون ایده نباشه تولید هم صنعت هم خودش نمیاد. خودمون ناچاریم دست به کار بشیم و دیتیل تولید کنیم. ما بخش در واقع دیتیل دیزاین دفترمون که متشکل از حالا بچه‌های خیلی تواناییه که حالا آقای مهندس ظاهری هم سرپرستیشون میکنن، اینا همیشه در حال خلاقیت در تولید دیتیل‌های شدنی و ایمن هستن. پشت این شبکه آجر مشبکی که اولا دلیل وجودش چیه؟ ما یه سری اوپن آفیس پشت این نما داریم، آفیس‌های بزرگی داریم که توی تابستونای گرم و پر آفتاب کرج باید یه جوری این رو میتونستیم کنترل کنیم. برای همین سعی کردیم هر اوپن آفیسی فقط یه دونه پنجره بدون این فاسادهای آجر بافت شیشه است. بله شیشه از پنجره ادامه داره و از داخل شما سایه اینا رو روی زمین میبینید و انقدر این فضا رو تلطیف میکنه در طول روز، چون سمت جنوب هم هست. زمستونا خیلی جذابه، تابستونا هم هست ولی زمستونا تا ته سالن نقشش میره. برای همین داستان ما این بود کنترل نور و ایجاد روشنایی در واقع طبیعی
مطلوب ببخشید گربه پرید مطلوب برای فضای داخلی و اینو ما محاسبه کردیم و دیدیم مثلا برای هر سالونی یه دونه از این پنجره ها بدون انفاذ کفایت میکنه، بقیه یا کاملا بسته هستن و یا مشبک هستن. این حالا داستان این آینه کاری رو هم بعدا براتون خیلی طولانی میشه اگه بخوام ریز بریز جزئیات این پروژه ها رو بله نه ما چون حالا راجع به یه پروژه میتونیم اینجوری وقت بذاریم که من هدفم اینه که این خط کوچیکی که شما توضیح میدید با تمام محدودیتایی که حالا میگم توی نوع پرزنتیشن توی اینستاگرام هست دارم تلاش میکنم که بیننده ما این ارتباطه رو داشته باشه. خب مثلا چیزی که خیلی منو الان خوشحال کرد اینه که به هر حال بیننده حرفه‌ای مثل شما اون ماژولار رو تشخیص داد، چون ما هدفمون این بود که ماژولار بودن این نما رو به چشم بیاد، اینکه این نما یک نظمی دارد، یک نظم کاملا مشخصی، دهنه‌های سازه‌ای 9x9 و این دهنه‌های سازه‌ای برای ما خیلی درست داشتن کار میکردن. اینو نصفش کردیم به ماژولای 4.5x4.5 و این 4.5x4.5 تبدیل شد به این حیاتا و اون سالونا و همه اینا رو شما به عنوان بیننده حرفه‌ای تونستین تشخیص بدین و این برای من خیلی جذاب. داستان این پروژه به اینجا ختم نشد. ما خوشبختانه کارفرماهایی داریم که دوست دارن کارشون رو با ما ادامه بدن. برای همین ما معمولا پروژه‌ای که میسازیم اینتریور دیزاین هم همونجا در حین صفرکاری در واقع کارش شروع میکنیم و انتخاب متریال داخلی، اینستالیشن ها، کارهای در حقیقت مبلمان و همه اینا رو پیش میبریم. این پروژه هم همینطور بود و اتفاقی که افتاد زمانی که داشتیم لابی رو فرنیچرش رو می‌خریدیم و کار می‌کردیم، یه دیوار خیلی بلندی هم پشت اون در واقع کانتر پذیرش این لابی هست. ما اول به این فکر کرده بودیم که بیایم مثلا یه سری تصاویر مرتبط با حرفه‌شون اونجا نمایش بدیم، این یه اسکرین بزرگ باشه اینها. و بعد تو همون دورانا بود که خانم منیر فرمانفرمایان فوت کرد و من خیلی کارهای آینه کاری ایشون رو دوست داشتم. این در واقع این کارهای مدرن ایشون که خیلی ریشه در هنر قدیم خودمون داشت بسیار من تحت تاثیر قرار داد و این آینه های در واقع حالا شکسته روی هم و لغزیده روی هم، اینها به عنوان یک در واقع بزرگداشتی برای یاد ایشون طراحی کردن و کارفرما خیلی استقبال کردن. خصوصیتی که داره اینه که شما از دور که نزدیک میشین و وارد این سالن میشین، به این آینه ها نزدیک میشین، هرگز خودتون رو نمیبینین. فقط درست خامده؟ بله همینه. اینا در واقع 90 درجه با تیزیشون رو به جلو هستن و بعد رو هم لغزیدن و این نقشای میبینید نقشا رو در تقاطعاشون ایجاد کردن و خصوصیتشون هم میگم اینه که شما وقتی که وارد میشین تا وقتی که نزدیکش میشین خودتون رو نمیتونین ببینید توی این و فقط فضای اطراف رو میبینید. الان من از کنار عکس گرفتم یه فردی که اون طرف ایستاده میبینم، میدونید اون طرف خودش نمیتونه به این شکل ببینه ولی ترکه تو پوست اونم نمیتونه خودش بله مگر اینکه از کنار ببینید. برای همین این آینه‌ایه که فضای سبز بیرون رو منعکس میکنه و میدونین دقیقاً میشه انگار یه تابلوی پر از درخت. یعنی شما به این سبز در واقع علاوه به صورت فیزیکی به صورت در واقع تصویری هم بصری هم فضای سبز رو ترکیب کردید. دقیقاً. خب داستان به اینجا ختم نشد. تمام مبلمان این پروژه دونه دونه طراحی شد، میزهای کار طراحی شد و پروژه کامل شد. میگم یکی از ارکان مهم این که این پروژه به این دقت و به این درستی اجرا شد کارفرماشه که به شدت پشت گروه طراحی ایستاد در مقابل مخالفت‌های گروه‌های دیگه، هر چی که گروه طراحی بگه، چون من بهشون قول داده بودم که این 3Dایی که دیدین زیباترش رو بهتون تحویل میدم و این کارو کردم و اگر این پروژه موفقه به نظر من یکی از ارکانش همین کارفرماست و همینطور که میگم بازم این پروژه مال مربوط به سال 96 که میشه 7 سال 8 ساله پیش و بازم انسان عوض میشه. ببینید آره من مواجهه خودم با این در واقع فاسادهایی که دیدم، خب اول این بود که اینا تو ذهنم داشتم چک می‌کردم اینا ترسیم شده، چون خودم خیلی
تو دفتر با همکاران خیلی عاشق ترسیم این شکل‌ها و اینا بودم. بعد داشتم فکر کنم چجوری ترسیم شده، چجوری پیاده سازی شده، چجوری تفهیم شده اینها. بعد یه چرخشی کردم و این فضای در واقع وسط رو، این یه معماری صلبی به نظر می‌رسید که خب یه سری حجم‌ها خورد شده، بله ولی یه مقدار چرخش کردم از سمت ورودی. این بخش هیجان انگیزی که این پل‌ها، این ارتفاعات‌ها و این اتفاقاتی که اینجا افتاده و بعد اون نوع استفاده از ورق یا اون پنل‌های آره فلزی، یک سری بله موتیف‌های اونو شبیه که براتون حالا توضیح میدم آره داستان چی هست. بله و در مورد این ارتباط هم یه توضیح بهتون بدم که پروژه گشتارانه. بله ببینید خب اون قسمت مکعب سفید رنگی که با ورقا پوشیده شدن بخش تولیدیه. بله بخش این تولیدی قسمت بله در حقیقت اون ساختمون ما نیست، اون پله. این قسمت شما بیان دست چپ. آها دست چپ اونا. این که نه این میشه. این بله این خب ببینید این دوستان نوع تولید دارشون توی کلین روم هست و کلین روم برای اینکه شما بخواید واردش بشین و بازدید کنین خیلی شرایط خاصی داره. باید برین لباسای خاص بپوشین، از فضاهای فشار مثبت بسیاری عبور کنین و بنابراین ما به این فکر کردیم که یه کریدوری درست کنیم که این کریدور بتونه برای بازدید کننده ها بدون اینکه بخوام وارد بشن، کفششون در بیارن، لباس دوام چیزی، یک شمای کلی از پروسه تولید این دوستان رو بده. بله و خب این راهرو میتونه این کار رو براشون انجام بده. در واقع این راهرو که منتهی میشه به یک پلی که اون پل از روی خیابون عبور کرده و دو تا ساختمون این شرکت رو به هم دیگه متصل کرده. این پل نه پل این ببینم تو جهت دیگه دارم عکسشو. بله روبروی این ساختمون قدیمشون هست که من دارم از پنجره اون این عکسو میگیرم. یعنی الان من دارم از پنجره ساختمان قدیم سیناژن ساختمان جدید سیناژن رو میگیرم. بله. خب و یه پل این دوتا رو به هم مرتبط میکنه و الان ورودی اصلی ورودی ساختمونیه که ما طراحی کردیم و همه از طریق این پل میرن سر کارشون. این اتفاق افتاد و به نظر من بسیار اتفاق جالب بود. حالا در مورد این کریدور بازدید توی فضای صنعتی، خب کریدور بازدید خیلی مرسومیه و اتفاقی که میفته اینه که باعث میشه که بتونن بازدید کننده ها به راحتی از این فضا عبور کنن. در مورد پله ها هم خب اون پله ها خیلی بحث سازه‌ای روش داشتیم. یعنی طراح سازه این پروژه با من سر این اینقدر بحث کردیم با هم دیگه، به خاطر اینکه واقعا سخت بود بتونن با ضوابطی که وجود داره اینا رو طراحی کنن. اما خب خیلی به ما کمک کرد، خیلی. یعنی ارتباط بین تولید و بخش اداری و تحقیقاتیشون، در واقع تولیدی و تحقیقاتی، با این پلا به هم مرتبط شدن و خب یه سالن کنفرانس بزرگم روی بام براشون درست کردیم که این ارتباط پله که بالا میره دیگه بیره به سمت اون سالن کنفرانس. بسیار عالی. به هر حال این پروژه با تمام مشکلاتی که وجود داره، خودتون میدونین در انجام پروژه‌ای در این حجم، تموم شد. این پروژه اولین پروژه در این مقیاس در دفتر مدام بود. بله. شما تجربه پروژه باغ موزه رو داشتیم. باغ موزه رو داشتین که فکر کنم خیلی اون پروژه هم روی این تاثیر گذاشته. ولی مقیاساً خب خیلی قابل مقایسه نیست. نه ولی خب آره دقیقاً. ولی بعد از پروژه سیناژن هم برای هم برای خود این شرکت و هم برای خب دوستان شرکت‌های دارویی دیگه پروژه‌ای طراحی کردیم که حالا باز اونام میخوام الان زوم بشیم روی یک پروژه. آره حاصل یک کار جمعی خیلی خوبه در دفتر ما. ما همون موقع پروژه سیناژن رو با رویت ترسیم کردیم. یعنی اون موقع هنوز اصلا مرسوم نبود. یعنی ما کارامون رو با رویت انجام میدادیم و بعد خروجی اتوکد میگرفتیم برای سازه، برای مکانیک، برای برق، برای کارگاه، برای هر کسی به جز خودمون. ولی خودمون این سیستم بیم رو توی دفترمون از سال 96 شروع کردیم و این یکی از راستش رو یعنی این پروژه در واقع پلتفرما یا ساخته بیم رو داره برای منطبق کردن تمام دیسیپلین‌های سازه و معماری و اینا.
خیلی عالی. و اتفاقی که افتاد این بود که ببینید مثل هر واقعیت اینه که آدم مقاومت میکنه در مقابل پذیرش چیز جدید. همونطوری که من وقتی که اتوکد کار میکردم پدرم میومد میگفت بابا این به درد نمیخوره، این نقشه ها اصلا روح نداره. منم خب به تبع این موقعی که رویت اومد یک مقاومت شدیدی در مقابل این نرم افزاری که بلدش نبودم، هنوزم فقط در حد نیازهای خودم بلدم و مثل یک بیگ منیجر بلدش نیستم چون نرم افزار خیلی پیچیده. ولی واقعیت اینه که اینم خیلی بهمون کمک کرد. یعنی این یه تصمیم درست بود که اون موقع تو دفتر ما گرفته شد و با مقاومت من مواجه شد، ولی من عقب نشینی کردم چون میدونستم بالاخره همه چیز شما نمیتونید و امکانات بیشتری در اختیار شما گذاشت، نمیتونید در مقابل جریان آینده بیستی و نباید. و این اتفاقیه که الان داره برای ما تو دفترمون برای بچه‌هایی که با AI کار میکنن میفته، که هنوزم من یه خورده دارم روش چیز دارم، ولی واقعیت اینه که این اتفاق داره میفته و ما به عنوان یه وسیله، یه ابزار میتونیم ازش استفاده کنیم و چرا که نه. ولی من این مقاومت رو تو هم نسل خودم در مقابل این مقوله میبینم. در مورد هوش مصنوعی. بله. بسیار خوب. من اگه اجازه بدین یه بعد 1-2 دقیقه جنبندی تا اینجا بکنم، بعد بریم توی پارت فاینالمون دیگه اگه بله. شما آبی چیزی دم دستتون نیست؟ من اینجا هی چرا هست یه خورده بزرگ لیوان ندارم. اشکال نداره. من فکر می‌کنم من چون احساس می‌کنم یه نیازه که یه رفرش بکنیم. آره من کمی هم گلوم گرفت. آره مشکل نداره، میتونین اگه میخواین یه لحظه صحنه رو ترک کنید. بسیار خب. عرض شود به حضورتون که خیلی ممنون. بحث برای خود من جالب بود تا اینجا. در صورت یه مقدار با ریشه های وقتی حالا من یه مقدار روی این پروژه هم شما بیشتر. سلام علیکم. بیا نشونه بدم. چقدر زیبا. چند سالشه خانم مهندس؟ ایشون 7 سال. 5 سال. این 5 سالش. 5 2 تا هستن. خود ما به دنیا آمده. آها خیلی هم عالی. رابطه خوبی هم دارید پس با حیوانات؟ رابطه خوبی دارید درسته؟ زیادی. بسیار عالی. ببینید چیزی که حالا دریافت من بود، مثلا من خودم شخصا حالا یه بارم خدمتتون عرض کردم توی گفتگوهای قبلی هم گفتم، موقعی که تصمیم گرفتم معماری بخونم یا با معماری آشنا شدم، فرسنگ‌ها با معماری فاصله داشتم. یعنی رشته‌های مختلفی اطراف من بود در خانواده و فامیل و اینها، ولی با معماری خیلی آشنایی نبودم. معماری رو شاید به عنوان یک رشته راه و ساختمان دیدم. ولی چیزی که در مورد شما برای من جالبه، با وجود همه اون در واقع بینشی که از کودکی در مورد معماری داشتی و حالا با پدر بزرگوارتون در صورت و کار کردنشون آشنا بودین، عموی بزرگوارتون و حالا مسائل مختلف دیگه‌ای که میتونسته باعث بشه که شما یک به نگرش و یک دید آگاهتری نسبت به معماری داشته باشین. ولی جالب بود که حالا فهمیدین توی دانشکده خیلی در صورت حالا محیط دانشگاه میتونسته تاثیر بذاره، یا اینکه شاید شما به صورت غریزی یا به صورت ضمیر ناخودآگاه یا خودآگاهتون از یک کیفیت شاید بس معماری بالاتری قبلا تجربه داشتین، شاید دانشگاه نمیتونست شما رو جلب بکنه، کما اینکه استادای خیلی خوبی داشتین و میدونم که ولی خب به هر حال سن و سال آدم توی اون دوره هنوز خیلی هدفمند نشده. میدونم میخوام به نتیجه برسم که تجربه زیسته شخصی شما کاملا مستقل از اون تجربه‌ای که در دوران کودکی با در واقع داشتین و دیدی که داشتین هم بوده هم نبوده. بودنش از این جهته که اون مثالایی که زدین در مورد نحوه برش، چسبیدن، خارج شدن خط از کات، اون اصولی که در ذهن ما معلمای هنر پیاده می‌کردن و خودشون هم شناختی از جنبه‌های مختلف. و معمولا یه معلم بیکار توی یه دبیر بیکار تو مدرسه بود که میگفتن بیا برو سر کلاس هنر. بله. و حالا هم معلم سرود بود، هم مثلا نقاشی درس میداد. حالا با احترام به همه معلمای هنری که
یه تعدادشون هم خب نه بالاخره الان واقعا خیلی عوض شده. الان بله الان واقعا عوض. خب الان این هم فارغ التحصیل بله. هنر اینا وجود داره، مثلا آموزش هنر در واقع رشته است و اینها. به هر حال ولی خود همونا هم یه چشمه‌هایی رو برای ما ایجاد می‌کردن. وقتی دفتری رو باز می‌کردن که تو می‌تونستی عمیق‌تر بهش نگاه بکنی. خود من شخصا بهره مند شدم از این داستان. ولی اون احساس من برای اینکه تجربه‌هایی که خیلی کمک کرد به اون اعتماد به نفسی که شما بتونید مثلا یه پروژه مثل سیناژن بله. رو از یه پروژه کوچیک کافه که بله. تمام اون تجربیات مطمئنم در این پروژه بزرگ به شما کمک کرد. اون فراینده مهمه، یعنی پروسه و دیزاین پروسس. من اینو نوشتم که بگم آره. دقیقاً همینجا نوشته بودم در مورد مقیاس. بله. ببین ما هیچ وقت دفترمون مسائلی مثل کاربری، مقیاس، اهمیت ساختمون و اینها باعث نشده که ما یک پروسه ای از طراحی رو حذفش بکنیم. یعنی برای این ماجرای هم کافه که 30 متره به اندازه سیناژن و به اندازه باغ موزه ما کار مطالعات انجام دادیم. برای این به اندازه اون مبانی نظری تولید کردیم. برای این به اندازه اون فکر کردیم. فقط به این دلیل که کوچکتر بود کارهای فیزیکال نقشه و 3D و ایناش خب راحت تر و زودتر تموم شد، ولی بخش تفکرش و بخش مبانی نظریش و بخش رسیدن به طرح در تمام پروژه صرف نظر از محل قرارگیری، مقیاس و کاربری کاملا یکیه. نتیجه ها کاملا متفاوته، چون کانتکست فرق میکنه، چون موضوع فرق میکنه، چون میدونین مقیاس فرق میکنه. عوامل تاثیرگذار روی پروژه تاثیر. خب ببینید نکته اصلی اینجاست که حالا بحث پروژه های شما پژوهش محور و تجربه محور میره جلو، مطالعه توش جایگاه داره، پروسه توش جایگاه داره و عرضم به حضور شما که ولی یه نکته هست، اینا باعث میشه که پروژه و روند طراحی پروژه زمانبر بشه. درسته؟ شما این رو چجوری با کارفرماها در واقع کنار میایید که به شما این زمان رو بدن برای فاز مطالعات پروژه؟ خب دقیقا به نکته خیلی خوبی اشاره کردیم. ما همیشه زمان احتیاج داریم برای ادامه دادن، یعنی همیشه داریم درخواست زمان میکنیم. ولی مثلا من اگر برای طراحی فاز 1 یک پروژه 8 هفته زمان میگیرم، یه جوری تقسیم میکنم که بتونم مثلا اقلا نصفشو به کارهای بنیادی در واقع به مبانی نظری و طراحی دیاگراماش و رسیدن به طرح بگذرونم و نصفشو برای ترسیم، یا اگر کمتر این رو حذفش نمی‌کنم، ازش نمیگذریم. ما توی دفتر اگر این انجام نشه طرحمون در نمیاد. یه عقیده شخصی منه، من خودم معتقدم اگر تمام موارد، تمام متغیرهایی که برای یک ساختمان وجود داره توی معماری ما بهش بپردازیم و بتونیم اینا رو تأمین کنیم بدون اینکه بخوایم به زیباییش فکر بکنیم، اون پروژه زیبا میشه. و این اتفاق برای پروژه های ما افتاده. خیلی وقتا بوده که ما فقط مسئله حل کردیم، وقتی مسئله حل شده دیدیم نتیجه‌ایه که اون حس همش تا حالا منطق بوده، هم ماجرای عقل و عشق، ماجرای منطق و در حقیقت حسه. اون حس ایجاد شده و اون حس در نتیجه درست بودن این طراحی ایجاد شده. بنابراین به این دلیل برای اینکه این پروسه درست باشه، برای اینکه این جواب درست باشه، ما برای زمان میذاریم. کارفرما به ما زمان نمیده، ما این زمان رو از جاهای دیگه مدیریت. بله. ولی به حذف نمی‌کنید، هیچ بخشی از پروسه رو حذف نمی‌کنید. هرگز. مخصوصا این بخش اول اونجایی که ما میشینیم مقاله میخونیم در مورد ساختمان‌های اداری سازمان ملل که چرا تعطیل شدن و چه کار بکنیم که ساختمان اداری ما کیفیت فضای خوبی برای کارمندا ایجاد بکنه. خب این فرآیند نحوه کار کردنی که در واقع شما دارید به معنای کاملی پرکسیس دیزاین کردن، یعنی شما مدام دارین تمرین میکنین. درسته؟ من میگم لابلای این تمرینا یه سری پروژه ها در میاد، میره اجرا میشه. بله. و پروژه خوبی هم و شما یه پروسه رو همینجوری دارید در واقع طی میکنید و سفارش پروژه به نظرم برای شما فرصتی رو ایجاد میکنه که وارد دریچه‌های بعدی یعنی شما از کارفرما
و سفارش کارفرما خوشحال به عنوان ابزار و اهرامی برای باز کردن دریچه‌های بعدی هی دارید همینجوری استفاده میکنید و این لابلا پروژه هم تولید میشن. و تا کجا میخواید برید؟ فکر میکنید این مسیر همینجوری ادامه داره؟ خیلی زوده به اینجاش فکر کنم. هنوز به اون حد نرسیدم. گفتیم بعد 40 سال تازه شروع میشه. نه این که درسته. با منظور دارم سوال میکنم، شما منظور من کاملا متوجه میشین. بله میدونم. میخوام بزنم به یک موزلی اینجا اگه موافق باشین، بله، که یه مقدار از این تجربه شما برای تو این گفتگو استفاده کنیم که باقی بمونه. بله. خب منم کار دانشگاهی کردم و 15-16 سال کار کردم. خب از بین دانشجوهای خوب خودم که خودم با اساتید دوران دانشگاه خودم شروع کردم اولین تجربه ها رو، با دانشجوی خوبم معمولا همکاری کردم. حالا اومدن کارآموزی کردن یا در واقع فضایی رو براشون باز کردیم. خود این که میگم کارآموزی کردم، خود من مدام در حال کارآموزی کردنم. یعنی شاید بالغ بر 300 خورده پروژه من کار کردم، پروژه کوچیک مقیاس، بزرگ مقیاس. هیچ وقتم مثل خط فکری شما پروژه مثلا هر وقت من میگن مثلا کسی تو مثلا به عنوان معمار، مثلا یه آدم حالا عامی یا یه آدمی که یه ذره شاید شناخت کمتری از حیطه کاری ما داره، میگه شما کار چیه؟ میگم کار من طراحیه از یه شومینه تا مثلا یه شهرک بزرگ یا یه برج مثلا 40-50 طبقه ممکنه باشه. همون مقداری که یک مثال، حالا شومینه رو من یه مقدار اغراق‌آمیزتر وقت میذارم برای طراحی یک شومینه، یک فضای به قول شما سیمتری، همون مقدار رو، چون هر کدوم یک تمرین خیلی چیزیه. بچه‌ای که الان وارد بازار کار میشن خیلی علاقه به دیده شدن دارن. این اصطلاح دیده شدن تو خیلی از نشست‌ها و گفتگوها هم وقتی پنل تشکیل میشه، دوستان جوانتر ما سوال میکنن که چجوری میتونیم دیده بشیم. ولی خب اگه برگردیم بعد این پرکتیکال کار کردن و عملی کار کردن روی پروژه زمان میبره. یعنی شما میتونید این وقتی که برای پروژه پژوهشیتون میذارید، با اینکه میگید مدیریتش میکنید، شاید بتونید لابلاش مثلا به جای 20 پروژه تا الان مثلا چه میدونم، حالا تعداد پروژهاتون رو نمیدونم، ولی مثلا تعداد بیشتری پروژه بگیرید. خب و به حال اون بخش رو حذف میکنیم. ما که تو ذهنمون رو داریم، میدونیم چی میخوایم، میدونیم به کدوم سمت داریم میریم. ولی روشی که شما دارید میرید در واقع تجربه من و احساس من و اون چیزی که در صورت از نشست و برخاست با بزرگان معماری که روش کارشون همین پرکتیکال کار کردن بوده، این بوده که پروژه ها همیشه پله‌ای بوده بر پروژه بعدی و اصراری هم نداریم بمونیم بگیم این سبک منه. ناخودآگاه خط شما، ناخودآگاه نگرش شما در یک نوار به هم پیوسته در پروژه ها باقی میمونه و خودشو نشون میده. ولی فکر میکنم شما اصراری ندارین که بگین این منم، اگه این موتیو دیدی منم، اگر ندیدی مثلا این تجربه به یه سمتی میره که در نهایت قرارم نیست. آقای لوکوربوزیه در دوره مدرن متعالی میاد یک سری مثلا اون مکتب باهاس و با والتر گریپیوس راه میندازن روی سری اصول معماری مدرن و اینا پافشاری میکنن. بعد از جنگ جهانی دوم در دهه 60 و 70 خودشون میان اصلا کلا قبول میکنن که نه، مثلا آقای لوکوربوزیه که مثلا فرض بکن که برزیلیا رو طراحی میکنه، شهرک‌های ویلا ساوای رو طراحی میکنه، یهو میاد مثلا عبادتگاه رونشان رو مثلا طراحی میکنه، یه کار تندیسگرای یا رنگو میاره تو کار. بله. اینه که به هر حال میخوام به این نکته برسونم که روشی که شما کار میکنید یک روش پژوهش محور، تجربه محور و تمرین کردنه. تمرینی که به هیچ وجه به معنی نیستش که من از پول کارفرما، از زمان کارفرما دارم یه استفاده ابزاری میکنم که خودم چیزی یاد بگیرم، به دلیلی که نتیجه کاری که از این مجموعه به دست میاد در لول های معماری در جایگاه خیلی خوبی قرار میگیره. در این حال من یک محصول خوبی رو تحویل کارفرما و بعد بهره بردار دادم و بعد در وهله بعدی یک چیزی رو در معماری ایجاد کردم که حالا هست دیگه، هر کسی میتونه ازش بهره‌ای ببره، میتونه نقدش کنه، میتونه تحسینش بکنه و جایگاه خودش رو در معماری پیدا میکنه. اصراری هم ندارم راجع بهش توضیح بدم، هی مثلا بیام تایید بکنم، خودش این مسیر رو میره. این روشی است که
نمیدونم، سوال اینه که اینو خواستگاهی که خودتون خواستین به این روش کار کنین یا این شکلی یاد گرفتین معماری رو یا این شکلی تجربه بهتری داشتین و در نهایت بگین که بچه‌هایی که الان دنبال این هستن که خب یه پروژه رو به صورت تولید انبوه یه چیزایی رو حذف بکنیم، یه پروسه‌ای رو و یهو برسیم با یه سری فرم و با یه سری نرم افزار رو برسیم به یک مجموعه پروژه‌ای که حالا حاضر آماده است، هم کارفرما از ما راضیه، ما یه هفته بهش کلی، 2 هفته کلیش تریدی و محصول اینا بهش میدیم، کلی هم کیف میکنه، همین که خودمون هم میریم سراغ پروژه بعدی. میخوام بگم این تجربه رو چجوری میبینید؟ اصلا دیده شدن یا حذف کردن اینها میتونه اتفاق بیفته یا چه آسیبی میتونه به معماری بزنه؟ نمیدونم، چند تا مسئله رو با هم بیان کردم. من چند تاشو یادداشت کردم. ببینید، یکی در مورد این که سبکی که نگاه میکنه پروژه های ما رو کسی و در مورد سبک، ببینید مدام در این سالها ما در مدام دنبال سبک فرمال نبودیم، اما سبک اپروچ به پروژه هامون مشترک. وقتی که شما با یک روش به پروژه ها نزدیک میشی، خب نتیجه بر اساس متغیرهای پروژه متفاوت میشه. یعنی شما وقتی که یک موزه دارید در کردان به ابعاد 5000 متر، خب اینها میاد یه سری متغیر برای شما تعریف میکنه که این متغیرها میاد یه همچین بادی تولید میکنه. این فرم محصول یک پروسس، نه محصول یک سبک ثابت که شما بتونید از دیدن یک علامت یا یک نمادی تشخیص بدید که این کار اون شرکته، میدونید، یا اون فرده. ولی سبک اپروچمون همیشه یکسانه و متغیرهای پروژه اون رو تعیین می‌کنه. ببین کاری که ما میکنیم اینه، اگه داریم یه صندلی طراحی میکنیم، اون رو توی یه پله بزرگتر توی اتاق میبینیم. اگه اتاق طراحی میکنیم یه پله بزرگتر، میدونید، اگه ساختمون توی پله بزرگتر، و بنابراین از اونجا نزدیک میشیم به پروژه. محیط بر اون رو در واقع از کل به جز میاد. از دورتر به موضوع نزدیک میشیم. وقتی از دورتر به موضوع نزدیک میشیم، متغیرهای این پروژه رو بیشتر میدیدیم و اون باعث میشه که پروژه همیشه نو باشه، نو به نو. گاهی اوقات محصول خود من رو شگفت زده میکنه. محصول این پروسه توی ذهن ما گاهی به طور کامل شکل نمیگیره، ولی وقتی جواب سوالا رو میگیره، خود محصول یه شگفتی ایجاد میکنه. میدونی کی این اتفاق میفته؟ شما یه سری سوال، یه سری مسئله داری، به مسائل رو حل کنید. مسائل اقلیمی، مسائل عملکردی، مسائل تکسچر باف متریال، مسائل کانتکست، مسائل فرهنگی. خب و یه سری اینا باعث میشه که شما یه بادی درست کنید، یه جست درست کنید. و یه مسئله حس هم هست. خب انسان یه عقل داره، یه ابعادی داره و یه حسی داره. یه زمانی هست که شما نگاه میکنید میبینی این پروژه یه جاییه که این برنامه داره اون حسه رو متولد میکنه. اونجا میگیم ما کار در اومد. اون موقع است که دوچرخه سواری که هی زمین میخوره باید پاشو بذاره، پاشو میذاره رو پدال میره. اون پروژه دیگه فقط کار حرفه‌ای دیگه در آوردن داره. ولی زمانی که برنامه میاد یک چیز درست میکنه که اون حس رو بیدار میکنه، اون موقع کار در اومد و این اتفاق میفته. خب این محصول در واقع همون فاز مطالعات و دیزاین پروسس و تفکر و فکر و جواب. ببینید یه چیز خیلی مهم، طرح کردن سوالات درست برای پروژه های مختلف. یعنی زمانی که سوالات درستی برای پاسخ دادن ما طرح کنیم برای یک پروژه، مسلماً با جواب اونها به طرح میرسیم. کار سختش این طراحی سوال است. کار سختش دیدن تمام این زوایاست. برای بچه‌ها شما گفتیم که برای جوان طراحی که حالا با این مواجهن که ممکنه بتونن با یک کلیک پروژه درست کنن، بفروشن، پول بگیرن، و بحث دیده شدن. برای بحث دیده شدن من دوست دارم بدونم که هدف از دیده شدن چیه. اگه هدف از دیده شدن مسئله مالیه، میدونین الان امروز دیگه مثل زمان پدر من همه آرشیتکت‌ها آدمای اوکی از نظر مالی نیست واقعیت.
یعنی اگر دوست دارن کاری بکنن که از نظر دیده بشن که بعدن از نظر مالی تامین باشن، خیلی از کارهای جنبی ساختمان که الان ما باشون کار میکنیم بسیار بیشتر ما درآمد دارن. صنف کابینت، صنف سنگ، صنف کفگوش، صنف پارکت، خب خیلی از یه دفتر معماری بیشتر در میارن. بله. یه بیزنسه و مسئله پوله. در یه دفتر معماری، در یک آتلیه معماری، مسئله پول برای گذران زندگی اون افراده هیچ وقت میجر نیست. هیچ وقت ما برای پولدار شدن نمیریم آرشیتکت خوبی بشیم. حالا اگه از خوبی حادثه پولدارم شدیم ناراحت نمیشیم اصلا. خب اما واقعیت اینه که مسیر یک مشاور معماری، مسیر یک آتلیه معماری، جایی که داره پروژه خلق میشه، مسیری به سمت آینده اقتصادی درخشان نیست. نه، مگر اینکه کنارش مثل خیلی از دوستان که به درستی دارن این کار رو انجام میدن سرمایه گذاری بکنی، متریالی وارد بکنی، نمیدونم کارهای دیگه بکنی و این کارا اصلا ایرادی نداره و بسیار هم خوبه، کمک هم میکنه به اینکه دفتر بتونه با مسائل مالیش بهتر کنار بیاد. اما خود کار آتلیه معماری به این شکل دیده شدنه. اگه برای شهرت، خب نمیدونم، شاید مثلا نمیدونم، واقعا من نمیفهمم دیده شدنه برای چی خوبه. من دیده شدن پروژه ها رو خیلی تایید میکنم. من معتقدم ما خودمون سال اولی که کار الان حتی تا 1-2 سال گذشته هر سال پروژه میفرستادیم به همه جایزه ها. اصلا با هیچ کس هم نزاویه داریم، همه هم دوست داریم، به همه جایزه های داخلی هر جایی که دستمون میرسه پروژه میفرستیم. من که دوست داریم کارمون رو ببینن. اگه خودمون احساس میکنیم کار خوبی کردیم دوست داریم 4 نفرم ببینن. اگه فکر میکنیم کارمون اونقدر خوب نیست دوست داریم نقد دیگران رو بشنویم. ارزیابی کنیم، دوست داریم نقد دیگران رو بشنویم، دوست داریم نظرشون رو بشنویم، دوست داریم کارفرمایی که پتانسیل کارفرما شدن رو داره. یه اصل ما هر سال مرداد عکاسی داشتیم و هر سال یه پروژه‌ای داشتیم که بفرستیم و روش کار کنیم و این کارو میکردیم. چرا که نه؟ وقتی چنین بستری مهیاست و چنین بستری هست که هزینه خاصی هم نداره و شما توی یک بوته آزمایش قرار میگیرین، یه بار 2 بار دیده نمیشین، یه بار بعدش دیده میشین، خودتون رو ارزیابی میکنین، کارهای برنده رو ارزیابی میکنین، خودتون رو جلو میبرین. چرا که نه؟ من مثال زدم برای شما. من این مانیفست هانیبال الخاصو که میخوندم به عنوان نقاش حالا خوب خیلی بزرگ، این میگفت که تو مانیفستش نشد هر سال باید یک یا بیشتر نمایشگاه شرکت کنم. چرا که نه؟ خب نمایشگاه شرکت کردن برای ما معمارا همینه، شرکت کردن توی مسابقه ها، جایزه ها، فرستادن کارمون برای نشریات، ژورنال‌های معماری مختلف، ژورنال‌های داخلی خارجی، ارزیابی میشیم، رد میشیم، قبول میشیم، بالاخره اتفاقی میفته. ولی اینکه بشینیم بگیم من تا وقتی که مشهور نشم کاری نمیکنم یا مثلا فقط برای مشهور شدن کار میکنم، این به نظر من باید مشهور بشی؟ چجوری باید مشهور بشی؟ تجربه من میگه این کار راه به جایی نمیبره و اصلا نتیجه هم نداره. میدونین چی میگم؟ این اون نتیجه که تو فکر این بچه‌ها میگذره که فکر میکنم اون مسائلیه که بالاخره یه روزی میشه که من لازم نیست این همه کار کنم، میشینم دفتر برای من پول میندازه. اون اتفاق هیچ وقت نمیفته. من الان بعد از 30 سال دارم روزی 12 ساعت تا 14 ساعت کار میکنم، بقیه‌اش هم دارم به کار فکر میکنم، یا تلفن جواب میدم یا تکست جواب میدم، یه کاری دارم میکنم. آقای ظاهری هم همینطوریشون هم بعد 20 سال 21-2 سال داره همین کار میکنه، بچهای دفترمون هم همینطور. بنابراین آره این کار معماری کار مدامه و یه پروسه است و برای من به شخص خود من هر پروژه جدیدی برای من مثل یک هدیه‌ایه که تو بچگی میگیرم. انقدر از پروژه جدید خوشحال میشم و حل کردن اون چالش و سوالاش و مواجه شدنش و چیز یاد گرفتنش که این کار برای من جذاب میکنه و با تمام سختی‌هایی که هممون میدونیم دور برمون هست، بستر کاری ما بسیار بستر سختیه،
سعی میکنیم چراغ دفتر روشن نگه داریم، بچهای بیشتری رو جذب کنیم، بچهای بیشتری ترین کنیم. امسال خیلی صادرات داشتیم، از حتی 5 سال پیش شروع شد صادرات انسان متخصص به کشورهای مختلف دنیا. متاسفانه بله. اما خب میدونم که اون بچه‌ها الان دارن خیلی تو رده‌های بالایی تو معماری کار میکنن و بسیار بچه‌های توانایی هستن و اگر یه چیز کوچیک هم از دفتر ما یاد گرفته باشن ما خیلی خوشحالیم و بچه‌ها رو برای این تربیت میکنیم توی دفترمون که یه روزی دفتر خودشون رو بزنن، نه اینکه از این دفتر برن اون دفتر، از اون دفتر برن اون دفتر. این کار دوست داریم که یه سری پرکتیس آرکیتکت تربیت بکنیم توی دفترمون که حالا خب نتیجهشو من دیدم و همین. بسیار هم عالی. یادمه که با هم صحبت کردیم، گفتیم که ما صحبت ما در حد 1 ساعت اینا تموم میشه، خیلی طول نمیکشه. الان نزدیک به تقریبا 2 ساعت داریم. ای بابا بس دیگه فکر کنم خسته شدم همه رفتن. نه اشکال نداره، چون این سیف میشه و بعد میره داخل چیز، چون فرصتی که دست داده که جمع‌بندی بکنیم و اینها. خیلی ممنون، خسته نباشین. اگر انرژی داریم و میتونی یه جمع‌بندی بکنی در مورد وضعیت کار و اقتصاد معماری امروز، در مورد وضعیت معماری امروزمون و حالا چالش های معمارا، جمع معمارها و اینها، اگه نظر خودتون و دیدگاه خودتون در مورد وضعیت موجود، خوب، مثبت، منفی، نکات مثبت و منفیش هم بگین. به آینده معماری ایران امیدواریم نیستیم؟ اینم یه صحبتی بکنیم، چون بحث تجربه زیسته است، دیدگاه شما هم مهمه. بله خب من ببینین، ما به عنوان معمار مثل هر حرفه دیگه‌ای یه مسئولیت اجتماعی داریم و ما معمارا برای اینکه به هر حال فضای زیست، کار، تفریح، زندگی، هر چیزی رو طراحی میکنیم، خب این مسئولیت روی دوش ما سنگین تره. بله. ما اگر اطلاع خوبی از وضعیت فرهنگی، اقتصادی، اجتماعی، وضعیت فردی، مشکلات آدما، چیزایی که دوست دارن، شناخت درستشون نداشته باشیم، نمیتونیم فضای مناسبشون کنیم. به جا آتیش گرفت تو آلمان. آره. اینجا میخوام برن امداد دیگه، هر چیز دو تا آخرین چیزش صداشو رو بلند میکنن. بله داشتم خدمتتون عرض میکردم. بله ببینید، بحثایی که توی جامعه معماری پیش میاد، من خیلی سیاه و سفید هیچ چیز رو نمیبینم. برای من حتی خود پروژه ها خاکستری کم رنگ و پررنگ. تو این طیف پروژه های مقدار بدونین ما اصلا پروژه مطلق نداریم، اصلا نمیتونه معماری با این همه در واقع متغیری که داره، این همه واریانتی که داره، نمیتونه به یک جواب مطلق درست یا مطلق غلط برسه. هر پروژه یه سری سایت داره که به هر حال مطلوبه، یه سری نامطلوبه، یه سری خنثی‌ساز و پروژه ها هم همینطور هستن. اما یه وقتی هست که ما میبینیم یه چیزی باب میشه که مثلا معمارها برای اینکه معروف نمیدونم، نه شاید هم نه، اصلا نمیدونم دلیلش چیه، نگاه نمیکنن موقع طراحی یک فضایی که دارن کجا طراحی میکنن. یعنی این ساختمون که یک ماکت توی دفتر من نمیمونه، این ساختمون زیستگاه یه سری انسان توی یه محله است، توی یه شهره. مخصوصا در مورد بافت پرکننده، بافت این فیلد، در مورد ساختمان مسکونی دارم حرف میزنم. در مورد تک بناهایی که لندمارکن هیچی نمیگم، برای اینکه تک بناهایی که لندمارک هستن میتونن ولی این اتفاقا رو میبینم، شاهدش هستم و همینطوری که دارم مثلا عبور میکنم میبینم یهو مثلا یه چیزای عجیب. آره من فکر میکنم این یه مقداری میتونه آسیب باشه برای معماری کردن شهرامون، چون زندگی داره شهری میشه، اصلا همه چیز داره شهری میشه و شهرها خیلی مهم دارن میشن و این شهره یه سری در حقیقت آسیب تهدیدش میکنه و این چیزیه که به ذهن من میرسه. و در مورد شهری شدن منظورمونه که خب بخاطر مثلا شهری مثل تهران، خیلی از شهرهای ما که در واقع اینا شهر بودن در یک مقیاس انسانی، الان دارن تبدیل به متروپولیتن میشن. مگاپولیس میشن. آره یه سری متروپولیس میشه که
یا بله. یه اصطلاح متروپولیتانی که استفاده میکنن در واقع دارن در صدر مگا مگا شهرهایی شهر میشن میشن. که بله شما تو بله همه جای دنیا بله هم حالا تو اروپا یه ذره خیلی چیزتر جلو میره، ولی مثلا تو دبی، چین، امریکا، بله بله اینا در بله واقع از یک دوره روستانشینی تبدیل به شهرنشینی شد. بعد بله الان دقیقا خود شهرها دارن پوستی میاندازن و تبدیل به دقیقا دقیقا این اتفاقی که متروپولیتن ها نگران میشن. میکنه، بله این نگران کننده است، چون معماری به هر حال به عنوان دونه بندی این شهر خیلی رول بله مهمی ایفا میکنه. مثلا 30 سال پیش این دونه بندیه یک نواخت بود، حالا بعضیاش آرشیتکت ساخت، مثلا نقش آرشیتکت خیلی کم بود، خیلی از ساختمونا بدون آرشیتکت ساخته میشدن بله 35 سال پیش، یا مثلا 20 سال پیش یه روند، یه مد ساختمون های نو رومی یهو اومد همه شهرها رو پر کرد، یهو شما نگاه کردین دیدین اون زمینه داره تبدیل میشه به این، مثلا این یه اتفاق. یا اینکه ولی الان میگم اینم همین چیزیه که شاید در حیطه مطالعات شهریه و حالا اینو باید متخصصا دربارش نظر بدن، اما این آسیبیه که من میبینم. و در مورد باز سوال آخرتون یه چیزی بود که من فراموش در کردم. مورد خود در واقع محیط و ارتباط معماران و چالشایی که خود معمارامون در ارتباط با هم دیگه، در ارتباط در مورد معمارا اتفاق مغازه‌ای که افتاده اینه که من خب یه با معمارای دیگه جای دیگه دنیا اینا خیلی صحبت میکنم. اتفاق جالبی که افتاده اینه که توی ذهن معمارای ایرانی معمارای خلاق و خوبی هستن، یعنی مخصوصا توی کشورهای حالا اطراف وقتی در مورد معماری ایرانی صحبت شد، بابا شما این ایده ها رو از کجا میارین، چقدر میدونین چقدر خوبی شد، و این اتفاق افتاده، این اتفاق مثبتیه. جامعه جهانی به معمارهای ما به عنوان آدمهای خلاق دانای معمارهای خوب نگاه میکنه. خودمون این فرصت رو از خودمون نباید بگیریم. سیمای شهرهای ما یه مقداری داره اینو نقض میکنه، میدونی. من خیلی به بحث هویت به عنوان اصل هیچ وقت نگاه نکنم. هویت چیزیه که مربوط به جوامع مربوط به انسانه و انسان مدام در حال تغییره. من دارم بیشتر راجع به این یک همگونی، یک داشتن یک تعریف مشترک حرف میزنم. این اتفاق نمیافته و خب بله بازار سرمایه همیشه حاکم بر معماری بوده، پول خیلی حرف اصلی میزنه، خیلی وقتا هست که ما معمارا نمیتونیم در مقابلش مقاومت کنیم، یه موقعی هست که تا وقتی که به خط قرمزامون نزدیک نشن پروژه اونقدر تغییر نکنه که کلیه‌اش رو از دست بده میمونیم توی پروژه، ادامه میدیم برای بقامون، برای بقای شرکتمون، برای خیلی چیزا. اما واقعیت اینه که ما هممون با هم میتونیم یه کاری انجام بدیم و این نگرانی خیلی چیزیه که امیدوارم که به زودی رفع بشه با تلاش همه همکارام. به همه همکارام که دارن امروز الان توی ایران کار میکنن خسته نباشید میگم، و به خودمون و اینکه کار کردن توی این شرایط سخته و امیدوارم همشون موفق بشن. بله انشالله. مرسی، متشکرم. من یه جنبندی کوتاهی بکنم چون درس دوستان هم خسته شدن دیگه احتمالاً. خیلی ممنون از کسایی که تا اینجا موندن. آره ولی معمولا دیگه از یه جایی آدم، حالا من خودم این گفتگوها رو که گفتگو میکنم بعدها میشینم سر فرصت نیم ساعت پارتای نیم ساعت میبینم، بعد دوباره از توش نکاتی در میاد و اینها. به هر حال خیلی بحث خاصی ندارم. جالب بود، بحث خوبی انجام شد. به هر حال ما تا یه حد زیادی با شخصیت فردی شما و بعد با شخصیت تیمی شما، مجموعه کاریتون آشنا شدیم و عرضم به حضور شما که قطعاً لابلای این صحبت‌ها برای هر کسی که بر اساس این گفتگو میتونه براش مفید باشه چیزهایی داره که میتونه ازش برداشت بکنه. و در مورد خانم آقای مقامی و بالا پیجشون رو میتونن باز دنبال بکنم. پیج در واقع هم خودشون هم مدام روی سری پروژه ها اونجا هست، منظوری که میشه ارائه کرد و اونجا دقیق‌تر میتونم ببینم دوستانی که فالوور شما هستن که حالا تو جمع هستن که به هر حال من اینا رو بعداً در یوتیوب هم پخش میشه دارم به صورت کلی دارم صحبت میکنم.
به هر حال من خوشحال شدم میتونستم با شما بعد از برنامه‌ریزی که تو چند ماه داشتیم صحبت بکنیم. همه چی هم خیلی خوب بود و خدا رو شکر اینترنت هم یاری کرد و خیلی خوب پیش رفت. منم با شما در نهایت موافقم که با توجه به تجربه‌ای که حالا خود من توی در صورت 1.5 سال گذشته از ارتباطی که با دفاتر معماری حالا حداقل در آلمان و بعضی از کشورهای تو اروپا داشتم، ما واقعا معماری خلاقی داریم. دلیلش هم بستریه که ما داریم، بستر تاریخی، بستر فرهنگی، ذاتاً آدمای در واقع کمالگرایی هستیم. هم از ساده‌ترین شهروند ما بگیرین تا معمار ما تا هر طیفی از جامعه و بسترهای تاریخی و فرهنگی و هنری خیلی زیادی بخصوص در معماری داریم که خیلی با ما کمک میکنه و چیزیه که در اینجا در واقع خیلی قابل توجهه. یعنی من وقتی پروژه های دوستان نشون میدم، همکارم گاهی نشون میدم که ما الان در ایران مثلا همچین گذشته رو که میبینن که حالا داستان خودشو داره و خیلی ما جایگاه خیلی خوبی رو در معماری دنیا داریم، نه اینکه میتونیم به دست بریم، همین الان در واقع داریم و شعارم نیست و هیچ هم نیست. تنها چیزی که فقط میمونه که به قول شما اینا رو خودمون تبدیل به فرصت هایی بکنیم که در کنار همدیگه این گروهی که درست شد مثل معماران با هم، واقعا این با هم بودنه برای رسیدن به یک سری اشتراکات فرهنگی و اجتماعی و ساختن یک مسئولیت اجتماعی مشترک بین معمارا برای ساختن در واقع شهرهامون ایجاد بشه که بتونیم در کنار بازار سرمایه، در کنار بازار کارفرمایی خوب در واقع همه با هم رشد بکنیم. به هر صورت من شخصا فکر میکنم که در حال حاضر معماری ما یه مقدار تو فضای گلخانه‌ایه که این گلخانه داره یه ذره بزرگتر میشه، ولی بعد که جبری به جریان بشه خوشبختانه یه سری بنچمارکایی داریم که بتونن الگو بسازیم ازش. بله. خیلی ممنونم از شما، از همه دوستانی که به اساس ما رو همراهی کردن. یه تعداد رفت بالا، دوباره یه مقدار ریزش کرد، ولی به اساس ما این لایو رو سیو خواهیم کرد. 1-2 روز آینده نهایتاً رو اطلاع رسانی می‌کنیم. توی کانال معماریکا در یوتیوب هم نسخه کاملش گذاشته میشه، دوستان میتونن کامل اونجا ببینن و اگه نقطه نظراتی هم داشته باشن خوشحال میشیم در واقع نقطه نظرات دوستان رو هم بشنویم. و من کامنت ها رو باز کردم که بر صورت بتونیم خداحافظی بکنیم. اگر نکته پایانی هست ما در خدمتتون هستیم. نه، ممنونم از شما، گفتگوی خوبی بود. امیدوارم که حتی میگم اگر کمکی بکنه به حتی یک معمار جوان با یک جمله، این بر من کفایت میکنه که این زمانو گذاشته باشم. چیزی که مهمه، من خودم اصلا سعی میکنم که یعنی تو سوالام هم سعی نکردم به این بپرزم که حالا نگاه جنسیتی داشته باشیم به اینکه آیا شما در به عنوان یک معمار خانم مشکلاتی دارید. نه اصلا دیگه این حرفا تموم شده. اصلا این حرفا ولی قطعا دیدگاه شما به عنوان یک معمار خانم هم برای هر دو بخش جامعه معماری آقایون و خانم، چون ما در آتلیه معماریمون واقعا همه با هم داریم کار می‌کنیم، خانم آقا در 6 سال پایین بالا اینا، و این مسئله در حداقل حوزه خلاقیت و اینا یک مسئله حل شده. به همون مقدار که من ممکنه مشکلاتی در ارتباط با کارفرما و کار و پروسه کار و مالی داشته باشم، یه همکار خانم هم همون مقدار مشکلاتو داره و کار حرفه‌ای اصلا اساسا جنسیت بردار نیست. ولی خب این گفتگو با شما برای خود من خیلی مهم بود که با یک معمار خانم که تجربه خیلی خوبی داره، نه صرفا از جنبه جنسیت صحبت بکنیم که این اعتماد به نفسی که بچهای معمار چه آقایون چه خانم‌ها دارن تقویت بشه و همین که بیشتر راجع به موضوع خلاقیت و تجربه زیسته صحبت بکنیم. از این جهت خیلی خوشحال شدم که تونستم بالاخره با شما در مورد این صحبت بکنیم و امیدوارم که بازخوردهای خوبی هم قطعا دریافت بکنیم. خیلی ممنون از همه، مرسی از بچه‌هایی که گوش کردن و مرسی از همه و مرسی از شما بابت ترتیب دادن این گفتگو. به من خیلی خوش گذشت. سلامت باشید. به منم همینطور. شکر. شب خوبی داشته باشید. شبتون بخیر. خدا نگهدار.